به نام خدا. با عرض سلام خدمت همکاران و دانشجویان محترم. همونطور که مستحضر هستین، وزارت بهداشت مأموریت‌های ویژه‌ای رو برای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در نظر گرفته. در این راستا 5 مأموریت هم به دانشگاه علوم پزشکی کرمان واگذار شده که یکی از این 5 مأموریت توسعه دانش مدل سازی در سلامت است. این مأموریت به مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان واگذار شد. در همین راستا 4 کارگروه مدل‌های آماری، مدل‌های ریاضی، مدل‌های اقتصادی و مدل‌های هوش مصنوعی تشکیل شده. تو تشکیل این کارگروه‌ها از اساتید دانشگاه باهنر و سایر دانشگاه‌های سراسر کشور استفاده شده. مبحثی رو که امروز در خدمتتون هستیم بحث کاربرد مدل‌های درختی در حل مسائل بهداشتی هست که توسط کارگروه آماری ارائه میشه. اول یه توضیح با هم شروع بکنیم ببینیم منظور ما از کلاسیفیکیشن چیه. وقتی از واژه طبقه بندی یا کلاسیفیکیشن استفاده میکنیم دقیقا منظور ما چی هست؟ فکر کنیم ما یه سری بیمار مبتلا به سرطان سینه داریم که این بیماران فالو شدن و در واقع در طول مدتی که تحت پیگیری و نظارت پزشک بودن یه تعدادشون بیماریشون عود کرده و یه تعدادشون بیماریشون عود نکرده. منظور از کلاسیفیکیشن اینه که آیا ما میتونیم بر اساس یه سری اطلاعات مثل اطلاعات ژنتیکی این بیماران، اطلاعات پاتولوژیک این بیماران، اطلاعات دموگرافیکشون تعیین کنیم که کیا تو طبقه کم ریسک قرار میگیرن و کیا تو طبقه پر ریسک، کیا شانس کمتری برای عود بیماری براشون متصور هستیم و کیا ریسک بیشتری براشون متصور هستیم. اگه ما بتونیم یه مدل بسازیم، اگه ما بتونیم از اطلاعات این افراد، از اطلاعات این بیماران استفاده بکنیم، بر اون اساس این افراد رو بتونیم به 2 گروه تقسیم بکنیم، خب این برای بیماران جدید به ما خیلی کمک میکنه. شما فکر کنین ما بتونیم یه مدل آماری پیشنهاد بدیم، بر اساس این مدل آماری مشخص بشه که مثلا استیج بیماری، سایز تومور، وجود فلان عامل ژنتیکی، سابقه فامیلی، اینا عوامل تعیین گرید بیماری، فکر کنیم در واقع مشخص بشه که اینا عواملی هستن که حضورشون شانس در واقع عود بیماری رو برای فرد افزایش بده. خب ما اگه این اطلاعات رو داشته باشیم، وقتی یه بیمار جدیدی مراجعه میکنه به پزشک، بر اساس اون متغیرهاش میتونه تعیین بکنه که این فرد آیا فرد کم ریسکیه یا فرد پر ریسکیه و بر اساس سطح ریسکی که براش پیش بینی میکنه درمان اون فرد رو انتخاب بکنه. خیلی وقتا ممکنه بیمار کم ریسک باشه و نیازی به درمان هایی که در واقع همراه با خودشون ساید افکت های زیادی هم دارن نباشه. این مدل ها به ما یه همچین کمکی میکنه تا بتونیم در واقع بیماران رو کلاسیفای بکنیم به گروه کم ریسک و گروه با ریسک زیاد. مثاله خیلی زیادی میشه زد. حالا من یه دونه مثال اینجا تو عالم پزشکیش زدم. تو عالم کامپیوترش مثلا فکر کنین که مثالش میتونه اینجوری باشه که ما در واقع کدوم ایمیل باید اسپم بشه، کدوم ایمیل باید بیاد توی اینباکس، بر اساس چه ویژگی هایی هست که ما در واقع سافتور جیمیل تصمیم میگیره که ایمیل ها رو فیلتر بکنه یا نکنه. قاعدتاً یک مدل براش طراحی شده. شاید مثلا یه سری نسبت به یه سری کیورد حساس باشه که آقا اگه این کیورد ها بودن این احتمالاً اسپمه، اگه اینها نبودن این احتمالاً مهمه الی آخر. پس در نهایت جمع‌بندی اینه که ما بر اساس یه سری متغیرها هدفمون اینه که افراد رو و نمونه هامون رو طبقه بندی بکنیم، دسته بندی بکنیم و از این دسته بندی و از این رول های، از این قوانینی که برای دسته بندی افراد به دست میاریم برای آینده استفاده بکنیم. خب ما برای طبقه بندی نمونه هامون روشی خیلی زیادی داریم. یکی از معروف ترین این روش ها و پرکاربردترین هاش روش لوجستیک رگرشن هست. لوجستیک رگرشن در واقع اول بزنید روی لینیر رگرشن یه مثال بزنیم. کلن کلمه رگرسیون وقتی استفاده میکنیم یعنی هدفمون پیش بینی یک اوتکام هست بر اساس یه سری متغیر مستقل. میتونه چندین متغیر مستقل باشه که دوست داریم به شکل همزمان تاثیرشون رو روی یک اوتکام که بهش متغیر وابسته هم گفته میشه بسنجیم.
مثلا ما میخوایم بدونیم چه عواملی روی سطح کلسترول خون فرد تاثیر داره. کلسترول خون میشه یه متغیر وابسته. متغیرهای مستقلش ممکنه سن باشه، ممکنه بادی ماس ایندکس باشه، فشار خون باشه، چربی خون باشه، جنسیت باشه الی آخر. مثالی که الان خدمتتون عرض شد مثالی از رگرسیون خطی بود که متغیر وابستش کلسترول بود که متغیری است کمی. اگه متغیر وابسته ما متغیر دو حالته باشه و بخوایم اثر عوامل مستقلی رو روی اون اوتکام بسنجیم، روی اون اوتکام دو حالته، اینجا از رگرسیون لوجستیک استفاده میکنیم. پس مثل یه مسئله کلاسیفیکیشنه، یه اوتکام باینری داریم، مثلا عود بیماری به شکل بله خیر و حالا قرار اثر متغیرهای مستقلی رو روی اون در واقع اوتکام اندازه گیری بکنیم. حتما هم دیدین که وقتی از مدل لوجستیک رگرشن استفاده میکنیم معمولا نتایج به شکل آدز ریشیو گزارش میشه، یعنی ما تعیین میکنیم که چه عواملی به چه میزان ریسک عود بیماری رو افزایش میدن. خب حالا وقتی ما یک کار لوجستیک رگرشنی انجام دادیم، ما گفتیم در واقع صحبت قبلیمون هم همین بود که در واقع ما یکی از اهداف اصلیمون پیش بینی برای افراد آینده هست. با این لوجستیک رگرشن ما تعیین میکنیم متغیرهای تاثیرگذار چیه، آدز ریشیوهاش هم محاسبه میشه، اعلام میشه. ولی حالا وقتی میخوایم برای یک بیمار جدیدی پیش بینی انجام بدیم باید چیکار کنیم؟ بالاخره یه بیمار جدیدی اومده، متغیرهاش هم اندازه‌گیری شده، میخوایم ببینیم این آدم به گروه که عود میکنن شبیه تر هست، تو اون گروه قرار میگیره یا تو گروهی که عود نمیکنن. وقتی با لوجستیک رگرشن کار میکنیم باید در واقع احتمال عود بیماری رو برای فرد حساب بکنیم که من رابطه ریاضیشو نوشتم. اینجا x1 x2 و الی آخر همون متغیرهای مستقل ما هستن، بتا صفر بتا یک الی آخر ضرائب رگرسیونی هستن که از طریق نرم افزار محاسبه شده و EXP هم تابع اکسپوننشال هست. این محاسبه پیچیده این نیست، ما خیلی ساده میتونیم برای فرد جدیدی که میاد مقدار متغیرهای x1 x2 الی آخر فرد رو اندازه‌گیری بکنیم، ضرائب بتا صفر بتا یک الی آخر رو هم که از نرم افزار داریم این مقدار رو براش حساب بکنیم. به این ترتیب احتمال عود بیماری برای این بیمار جدید محاسبه میشه. خب وقتی این کارو ما کردیم این احتمال غالبا عددی بین 0 و 1 دیگه، ممکنه بشه 5%، ممکنه بشه 90%، 40%، هر چی. معمولاً در واقع یک کاتاف 5 دهم انتخاب میشه. مثلا اگه این احتمالی که ما محاسبه کردیم شد 20%، چون زیر 5 دهمه میگیم خب این احتمال کمه، پس این تو گروه که قرار ایونت براش اتفاق نیفته قرار میگیره. یا مثلا اگه شد 80% میگیم این احتمال خیلی زیاده، از 50% بیشتره، پس این شخص تو گروهی که دچار رویداد خواهد شد قرار میگیره. البته این کاتاف 5 دهم قابل تغییره. مثلا من اگه دیتایی که آنالیز میکنم از اول کار 30%شون آدمی باشن که عود کرده باشن، منم میتونم اینجا به جای این کاتاف نیم کاتاف 3 دهم رو انتخاب بکنم. یا اصلا با روش راک کرو آنالیز میشه نقطه برش بهینه رو تعیین کرد. ولی چیزی که به عنوان در واقع دیفالت نرم افزار اتفاق میفته، بر اساس کاتاف نیم افراد به گروه 0 و 1 یا گروهی که براشون ایونت اتفاق میفته و اتفاق نمیفته تقسیم بندی میشن. خب حالا یه ذره در مورد خواص این لوجستیک رگرشن میخوایم با هم صحبت بکنیم. اولا که این تکنیک یه تکنیک مالتی فاکتوریال هست. منظورمون از مالتی فاکتوریال اینه که به شکل همزمان تأثیر همه متغیرهای مستقل رو روی اون اوتکامی که ما مد نظرمون هست اندازه گیری میکنه. ولی خود ماهیت تکنیک، یعنی اگه ما کل دیتا رو در واقع همزمان آنالیز بکنیم، در واقع تحلیل های ساب گروپی رو شامل نمیشه. البته اینجا منظور من از ساب گروپ اون مفهوم خیلی خاص اپیدمیولوژی شاید نباشه. ببینید ما وقتی تو لوجستیک رگرشن کار میکنیم و مثلا متغیر استیج معنی دار میشه، بعد به این شکل تفسیر میکنیم که آقا متغیر استیج در پیشبینی رویداد ما، اوتکام ما که اینجا عود بیماری بوده تأثیر گذاره.
یه موقع‌هایی ممکنه متغیر برای کل آدما مهم نباشه، برای یه دسته خاصی از آدما مهم باشه. مثلا فکر کنین که سابقه فامیلی بیماری، شاید سابقه فامیلی بیماری برای کل آدما، برای کل نمونه ها نتونه پیشگو کننده وضعیت عودشون باشه، ولی ممکنه توی یک ساب گروپ خاصی از دیتای ما، مثلا توی افرادی که تومور سایز بالای 10 دارن و استیج پایین دارن، فقط توی این ساب گروپ خاص اون موقع سابقه فامیلی یه عامل مهم تلقی بشه. لوجستیک رگرشن چون یه نگاه کلی به دیتا داره، تو تعیین متغیرهایی که فقط تو ساب گروپ های خاص تاثیرگذار هستن نمیتونه خوب عمل کنه. پس لوجستیک رگرشن به ما میگه متغیرهای x1 x2 الی آخر مهمن، این متغیرها برای همه مهمن، ولی نمیتونه بیاد مشخص کنه که آیا برای دسته خاصی از نمونه های ما آیا متغیر خاصی میتونه اهمیت پیدا بکنه یا نه. این یه نقطه ضعف برای لوجستیک رگرشن هست. نکته دو، در واقع نکته بعدی که در واقع طبق این لیستی که من دارم میشه نکته 3، بحث روابط پیچیده بین متغیرها هست. فرض کنیم من یه متغیر کمی دارم مثل سن. خب لوجستیک رگرشن پیش فرضش اینه که متغیرهای کمی ما به شکل خطی روی اوتکام تاثیر میذارن. معنی این جمله اینه که به فرض من تفسیری خواهم داشت مثل این که هر 1 سال که سن فرد افزایش پیدا کند یا هر 5 سال که سن فرد افزایش پیدا بکند، ریسک عود سرطانش به اندازه 1% افزایش پیدا میکنه. قرار هست در واقع این به شکل خطی همواره ادامه داشته باشه، یعنی هر 5 سالی که طرف سنش افزایش پیدا کرد، ریسک عود بیماریش هم 1% افزایش پیدا بکنه و ثابت بمونه. در حالی که ما میدونیم خیلی از پدیده ها، خیلی از متغیرها ارتباطات پیچیده تری دارن. ممکنه سن فرد تا 40 سالگی افزایش سنش هیچ تأثیری روی ریسک عود بیماریش نداشته باشه. در عوض ممکنه از 40 سالگی تازه شروع بشه، ممکنه از 40 سالگی تا 60 سالگی با یه شیب خیلی زیاد افزایش سن روی عود بیماری تأثیر بذاره و از 60 سالگی به بعد فلت بشه یا دوباره مثلا یه روند کاهشی پیدا بکنه. یه مثال ساده ترش ارتباط بین سن و قدرت بدنی هست. تا یه سنی هرچی سن ما بیشتر میشه قدرت بدنیمون هم بیشتر میشه. بعد توی یه مرحله ای مثلا فرض کنیم تا 30 سالگی هرچی سن ما بیشتر میشه توان بدنیمون هم بیشتر میشه. توی یه مرحله ای ثابت میمونه، ممکنه از 30 تا 40-45 سالگی تغییر نکنه، هرچی سن میره بالا دیگه قدرت بدنی تغییر نکنه و از اونجا به بعد دوباره یه روند کاهشی رو به خودش بگیره. خب مدل‌های رگرسیون کلاسیکمون البته میشه به اونا در واقع جملات غیر خطی رو اضافه کرد، خب یه ذره در واقع کار رو پیچیده‌تر میکنه، ولی به شکل کلاسیک مدل رگرسیونمون چه رگرسیون خطی چه رگرسیون لوجستیک ارتباطات غیر خطی رو کشف نمیکنن، به شکل خطی نگاه میکنن. مثلا قراره به ما بگن آقا هر 1 سال که سنت میره بالاتر توان بدنیت انقدر افزایش پیدا میکنه یا کاهش پیدا میکنه. توی مثالی که من خدمتتون زدم دیدیم که الزاماً اینجوری نیست، یعنی میتونه پترن پیچیده تر باشه. خب رگرسیون لوجستیک پس در واقع تو نکته سوم میتونیم بگیم که در واقع اثرات غیر خطی رو نمیتونه کشف کنه مگه اینکه ما تو اون فرایند مدل سازیمون جمله های غیر خطی وارد بکنیم که این هم یه مقداری کار تفسیر نتایج رو پیچیده تر میکنه. مورد بعدی که میخوایم در موردش حرف بزنیم بحث اثر متقابل بین متغیرها یا اینتراکشن ها هست. ما باز تو رگرسیون های کلاسیک میتونیم این وجود اینتراکشن بین متغیرها رو چک کنیم به این شکل که حاصل ضربشون رو هم تو مدل وارد کنیم. یه مثال بزنیم اول در مورد مفهوم اینتراکشن. فکر کنیم ما بیایم بگیم آقا کسانی که فعالیت بدنی ندارند شانس بیماری قلبی تو این افراد 3 برابر بیشتره. خب حالا یه نفر از ما سوال میکنه میگه آیا این حرفی که شما زدین هم تو زنا درست هست هم توی مردا؟ یعنی آیا تو دسته مردا من اگه نگاه کنم کسانی که فعالیت بدنی ندارن 3 برابر بیشتر بیماری قلبی میگیرن؟
تو دسته زنام اگه نگاه بکنم، آیا زنایی که بیماری تحرک فیزیکی ندارن 3 برابر بیشتر بیماری قلبی میگیرن؟ اگه هر دوی این جمله ها درست باشه، یعنی هم توی مردها و هم توی زنها اون شانس 3 برابری کماکان وجود داشته باشه، یعنی اثر متقابلی بین جنسیت فرد و تحرک فیزیکیش وجود نداره. ولی اگه اون عدد 3 تغییر بکنه، یعنی اینتراکشن وجود داره. و خب با این مثال فکر کنم روشن شد که سنجش اینتراکشن تو مدل های رگرسیونی چه کار مهمی هست، چقدر میتونه روی تفسیر نتایج ما تاثیر بذاره. توی مدل لوجستیک خدمتتون گفتم بررسی این اینتراکشن ها با اضافه کردن در واقع حاصل ضرب متغیرها به مدل هست، پس امکان پذیر هست، ولی دوباره یک کمی تو تفسیر نتایج ما به اون سادگی و اون روانی که در عدم حضور اینتراکشن ها میتونیم نتایج رو تفسیر بکنیم، خب دیگه این امکان پذیر نیست، یک کمی تکنیکال تر و پیچیده تر میشه. بحث آخری که میخوایم بگیم در مورد داده های گم شده هست. ما به شکل کامل یه در واقع لکچر مستقل در مورد داده های گم شده داریم. فقط اینجا خدمتتون همینقدر بگم که ممکن هست ما اطلاعاتمون رو از پرونده های بیماری استخراج بکنیم یا مصاحبه بکنیم یا به هم مثلا سنگ بزنیم بخوایم اطلاعات بگیریم. ممکنه برای بعضی از نمونه هامون اطلاعات بعضی از متغیرهاشون وجود نداشته باشه. در این صورت وقتی ما داریم از مدلی مثل لوجستیک استفاده می‌کنیم و به شکل همزمان اثر همین متغیرها رو می‌خوایم بسنجیم، برای یک بیمار اگر شما حتی یه دونه از متغیرهاش اطلاعاتش وجود نداشته باشه، اون از کل آنالیز حذف میشه. مثلا فرض کنین که ما 10 تا متغیر ژنتیکی، پاتولوژیک، کلینیکال الی آخر اندازه‌گیری کردیم، کلی هزینه صرف شده، فقط یه دونه از این متغیرها برای این شخص به هر دلیلی عددش وجود نداره. خب ما اگه از لوجستیک رگرشن به شکل کلاسیکش استفاده بکنیم، این نمونه ما، این بیمار ما از کل آنالیز حذف میشه، از بقیه اطلاعات و متغیرهایی هم که اندازه‌گیری کرده بودیم هیچ استفاده ای نمیشه. اینجا برای اینکه اون داده رو تو آنالیز سهیم بکنیم و اطلاعاتمون از بین نره، میتونیم از روش ایمپیوتیشن استفاده بکنیم، یعنی تخمین بزنیم که اون مقدار گم شده، مقداری که وجود نداره، احتمالاً چقدر میتونسته باشه. ولی خب اینم کار پیچیده میکنه دیگه، یعنی ما یه فاز اضافی به آنالیز باید وارد بکنیم تا اون کار ایمپیوتیشن انجام بشه. اگه خلاصه بکنیم، لوجستیک رگرشن یه تکنیک مالتی فاکتوریال هست تو توانایی متغیرهایی که برای یه گروه خاص از بیمار مهم هستن ناتوان هست، قابلیت تشخیص ارتباطات غیر خطی و اثر متقابل بین متغیرها رو داره، ولی یه مقداری کار آنالیز و تفسیر نتایج رو پیچیده میکنه و تو برخورد با داده های گم شده هم نیاز به ایمپیوتیشن های آماری داره که خب هم یه ذره در واقع کار آنالیز رو پیچیده تر و سنگین تر میکنه و هم یه مقداری تکنیکال تر است و به دانش عموم آماری بیشتری نیاز داره. خب یه در واقع جنبندی سریع اگه بخوایم بکنیم، بحث ما سر کلاسیفیکیشن بود. چطوری میتونیم افراد رو کلاسیفای بکنیم؟ به عنوان اولین تکنیکی که متداول تر هست، تقریبا برای همه شناخته شده هست، در مورد لوجستیک رگرشن حرف زدیم. حالا تکنیک در واقع آلترناتیوش که رگرشن تری هست و الان میخوایم در موردش صحبت بکنیم، میخوایم ببینیم چه مزایا و معایبی نسبت به اون لوجستیک رگرشن داره، برتریش چیه، نقاط ضعفش چیه، تا بهتر بتونیم تصمیم بگیریم آیا میتونیم از این تکنیک به عنوان یک تکنیک جایگزین استفاده کنیم یا نه. نموداری که اینجا شما میبینین، در واقع من اینجا یه دیتا رو خدمتتون توضیح بدم. بر اساس یه سری اطلاعات اومدن حقوق دریافتی بازیکنان بسکتبال رو اندازه‌گیری کردن، متغیری کمی بوده. بعد میخواستن ببینن این حقوقی که این بازیکنان بسکتبال میگیرن تحت تاثیر چه متغیرهایی هست. نموداری که سمت چپ میبینین نشون داده که تأثیرگذارترین متغیر سابقه بازی اون فرده با کاتاف 4.5. افرادی که زیر 4.5 سال سابقه بازی داشتن، درآمد متوسط سالانه شون 5.1 احتمالا مثلا 5 شاید ماهانه باشه، 5.1 ضرب در $1000 شاید باشه. حالا افرادی که بالای 4.5 سال سابقه دارن چی؟ میگه تو افرادی که بالای 4.5 سال سابقه دارن، حالا تعداد پرتاب موفقشون در فصل مهم بوده یا در بازی یا در نمیدونم یک فصل خاص.
که آیا زیر 117 و نیم، حالا مثلا میگیم 118، آیا زیر 118 تا پرتاب موفق داشتن، میزان امتیاز آوریشون آیا زیر 118 بوده یا بالای 118 بوده. پس این نمودار به ما میگه آدمایی که زیر 4.5 سال سابقه بازی دارن درآمد متوسطشون 5.1 دهم هست، ولی اگه بالای 4.5 سال بازی دارن حالا باید نگاه بکنیم به تعداد پرتاب موفقشون. اگه زیر 117 تا بوده اون درآمد متوسط میشه حدوداً 6 و اگه بالا باشه میشه 6.74. این مصداقی است از همون مسئله‌ای که تو صفحه قبل خدمتتون گفتم. اینجا متغیر تعداد پرتاب موفق برای آدمایی که سابقه بازی بالای 4.5 سال دارن اهمیت داشته، ولی برای کسایی که زیر 4.5 سال بودن دیگه هیچ اهمیتی نداشته. بر اساس این در واقع مدل درختی که شما دیدین، پس افراد به 3 دسته تقسیم شدن. به هر کدوم از این دسته‌های نهایی میگیم یه ترمینال نود. یعنی در واقع ما یه سری آدم داریم که اینا درآمد متوسطشون 5.1 دهم هست. این آدما توی یه ترمینال نود قرار گرفتن. و خب تو نمودار سمت راست هم ما اومدیم و در واقع اون صفحه مختصاتمون رو به این 3 دسته تقسیم کردیم. محور X ما سال هست، محور Y ما در واقع اون هیت ها یا امتیاز آوری فرده که شما میبینین چطوری افراد به 3 دسته پارتیشن شدن. خب این یه رول میده به فرد برای تعیین حقوق بسکتبالیستش دیگه. نگاه بکنه ببینه چقدر سابقه داره و چقدر امتیاز آوری داشته توی فصل گذشته. خب مثال که خدمتتون الان ارائه شد در مورد حقوق بسکتبالیستا مثالی بود از رگرشن تری، چون ماهیت اوتکام کمی بود، درآمد سالانه بازیکن بود. کلاسیفیکیشن تری این همونه، فقط اینجا ما اوتکاممون باینریه، یعنی این مشابه هست با لوجستیک رگرشن. خب اینجا من یه دونه نمودار براتون گذاشتم که با هم یه ذره ببینیم چطوری مثلا این کلاسیفیکیشن تری تفسیر میشه، بعد در مورد جزئیات این که این اساساً چطوری ساخته میشه صحبت میکنیم. ولی خب الان در واقع برای اینکه با ماهیت کار آشنا بشیم، یه در واقع پاپولیشنی ما داشتیم، همه اینا بیماران مبتلا به MI بودن. اوتکام ما هم این بوده، متغیر وابسته ما، پیامد ما این بوده که آیا این بیماران دیابت داشتن یا نه. پس در واقع به شکل بله و خیره. خب اگه شما توی اون بالای این نمودار درختی نگاه بکنین، گروپ نوشته 0 و 1 که 0 یعنی دیابت ندارد، 1 یعنی دارد، کنارش فراوانی و درصد. تقریبا 50% داده افرادی که توی این در واقع تحقیق وجود داشتن مبتلا به دیابت نبودن و 50%شون هم مبتلا به دیابت بودن. قرار بوده محقق یک رولی، یک قانونی به دست بیاره، بر اساس اون بفهمه بر اساس چه متغیرهایی میشه وضعیت رو تعیین کرد که کیا ممکنه دچار دیابت بشن. اولین متغیری که تعیین شده سن بوده. آیا فرد تو گروه سنی متوسط قرار میگیره یا تو گروه مسن قرار میگیره؟ سمت راست گروه مسن هست، سمت چپ گروه سن متوسط. الان سمت راست سمت چپ رو با هم ادامه بدیم. پس ما از فرد در واقع سنش رو سوال میکنیم. فرض کنیم فرد میدل ایج باشه. از کل ما تو نود اول، تو اون گره اول یه 231 نفر داریم، یه 238 نفر، یعنی رو هم دیگه حدوداً 469 تا نمونه داریم. از این آدم‌ها یه تعدادشون میدل ایجن دیگه. خب افتادن تو بال سمت چپ که مشخص هست 143 تا شخص غیر دیابتی داریم و 131 شخص دیابتی. حالا از این آدمایی که میدل ایج هستن در مورد متغیر MCV شون سوال میکنیم. مقدار MCV اندازه گیری میشه. آیا زیر 86 و 14 یا بالای 86 و 14 وقتی زیر 86 و 14 هست نگاه میکنیم، میبینیم تو این نود 88 تا نمونه قرار گرفته که 30 تاش دیابت نداره، 58 تاش یا حدوداً 66% دیابت دارن. این شد یه قانون برای ما. پس آقا افرادی که تو گروه سنی میان سال قرار دارن اگر MCV شون زیر 86 و 14 باشه اینا تو دسته بیماران دیابتی قرار میگیرن. از فردا وقتی یه بیمار جدید اومد میتونیم سنش رو سوال بکنیم، MCVش هم اندازه گیری بکنیم، ببینیم تو این ترمینال نود ما میفته یا نه. ولی حالا نگاه بکنین همین فرد میان سال اگه MCVش بالای اون عدد 86 باشه میبینین که اینجا ما
در واقع 113 نفر تو گروه نان دیابتی داریم و 73 نفر تو گروه دیابتی داریم. حالا برای این آدما مقدار متغیر کلسترول کانسنتریشن اهمیت پیدا میکنه. پس افراد در واقع تو گروه سنی متوسط میان سال اگه MCV پایین داشته باشن میرن تو گروه دیابتی قرار میگیرن، یعنی پیش بینی ما برای آیندهشون دیابت هست. در حالی که اگه MCV شون بالا باشه باید پشت سرش نگاه به متغیر کلسترول کانسنتریشنشون بکنیم. اگه زیر 190 باشه دقت بکنین، اگه زیر 190 باشه اینا اکثریتشون آدمای سالمن، پس دیابت نمیگیرن. ولی اگه بالای 190 باشه چی؟ بالای 190 هم اینجا 50-50 هست، یعنی یه مقداری بلا تکلیفی وجود داره، یه مقداری نمیشه قضاوت قطعی کرد. خب پس متوجه شدیم برای آدمای میان سال اگه MCV کم باشه اینا بیشتر دیابت میگیرن، ولی اگه MCV بالا باشه پشت سرش باید کلسترول رو نگاه بکنیم. کلسترول کم باشه اینا اکثرا قرار هست مبتلا به دیابت نشن. حالا شاخه اونوری رو نگاه بکنیم. برای افرادی که مسن بودن چی؟ میگه برای افراد مسن هایپرتنشنشون رو نگاه بکن، فشار خونشون رو نگاه بکن. به دو دسته تقسیم شدن، دسته یک، دسته صفر. یک یعنی بله، صفر یعنی خیر. پس گروه سنی مسن اگه هایپرتنشن داشته باشه حدوداً باز می‌بینیم 66% افرادی که تو این ترمینال نود قرار گرفتن مبتلا به دیابت شدن، در حالی که اگه نداشته باشه حدوداً 60%شون نشدن. اینا میشه رول‌های ما، اینا میشه قوانین ما. ما یه سری ترمینال نود داریم، از فردا بیمار اول سنش رو سوال می‌کنیم، اگه تو گروه سنی میان سال بود بعد به MCV و کلسترول کانسنتریشنش نگاه می‌کنیم، در حالی که اگه تو گروه سنی مسن بود با هایپرتنشنش نگاه می‌کنیم. این شد یه درخت تصمیم گیری. کار باهاش آسون‌تره. یادتون باشه تو لوجستیک رگرشن هم گفتیم ما میتونیم کار انجام بدیم، باید احتمال ابتلا به دیابت رو برای فرد تعیین بکنیم با اون فرمول ریاضی که خدمتتون ارائه شد که گفتیم هم عددی بین 0 و 1 میشه و بر اساس کاتاف نیم تصمیم میگیریم. اینجا یه مقداری کار راحت تر شد. شخص این نمودار رو نگاه میکنه، اطلاعات فرد، سنش، MCVش، کلسترولش، هایپرتنشنش، این سوالا رو میپرسه، تو این درخت نگاه میکنه ببینه فرد تو کدوم شاخه قرار میگیره و خب بر اون اساس تعیین میکنه که آیا این فرد ریسک دیابت کمی داره یا بالایی داره. پس منظور ما از کلاسیفیکیشن تری یه شکلی شبیه اینه. خب حالا با هم بررسی بکنیم ببینیم برای ساخت یک مدل درختی عملاً چه اتفاقی میفته. اینجا کارت مخفف Classification and Regression Tree هست. ما همونطور که دیدین اول همه افراد توی یک نود قرار میگیرن. ما باید مرتباً اینا رو به زیرگروه‌های دوتایی تقسیم بکنیم. تو نمودار قبلی دیدین بر اساس ایج افراد به دو گروه تقسیم شدن، بعد بر اساس یه سری متغیرهای دیگه دوباره این افراد به یه سری در واقع خونه‌های با حجم نمونه کمتر که اصطلاحاً بهشون میگیم نود تقسیم میشن. پس ما افراد رو در واقع در هر مرحله افرادی که در یک نود قرار میگیرن و بر اساس یه متغیر و بر اساس یه نقطه برش به دو تا نود تقسیم میکنیم به شکلی که آدمایی که درون یک نود قرار میگیرن حد اکثر شباهت رو با هم داشته باشن و دو تا نودی که در واقع از هم متمایز میشن حد اکثر اختلاف رو با هم داشته باشن. خب من دو تا حالت خیلی افراطی میتونم داشته باشم دیگه. یه حالتش اینه که همه آدما توی یه نود قرار بگیرن دیگه هیچ تقسیمی اتفاق نیفته. یه حالتش هم اینه که این فرآیند تقسیم اینقدر پایین بره تا هر فردی توی یه نود قرار بگیره، یعنی در نهایت تعداد نودها با حجم نمونه مساوی بشه. هیچ کدوم از اینا خوب نیست. ما به یه سری قوانینی برای اینکه به یک درخت بهینه برسیم هم نیاز داریم که تو اسلاید بعدی در موردش صحبت میشه. همچنین در مورد اینکه چطوری این افراد به دو گروه تقسیم میشن تا اون شباهت درون نود و تفاوت بین نودها ایجاد بشه هم باید صحبت بکنیم. خب با صحبتی که تا الان شد مشخص شد پس ما به یه اسپلیتینگ رول نیاز داریم، به یه قانون نیاز داریم که چطوری یه نود رو بشکنیم به دو تا نود کوچیک‌تر. به یه استاپینگ رول نیاز داریم، کجا در نهایت فرایند ساخت درخت رو متوقف کنیم. آیا تا جایی پیش بریم که تو هر نود یه نمونه بیفته؟ اینجوری یه درخت داریم که اصطلاحاً خیلی اوورفیت شده.
آیا همه رو توی یه نود نگه داریم و دیگه اصلا جلو نریم؟ اینجا اصطلاحاً درخت آندرفیت هست. ما به یه استاپینگ رول نیاز داریم تا بر اون اساس درخت رو توی در واقع نقطه مشخصی، نقطه بهینه‌ای قطع کنیم. پس در واقع این دو تا بحث هست. جدا از این یه بحث هم در مورد پرون کردن یا هرس کردن نهایی درخت نیاز داریم که درخت چطوری هرس بشه تا ما دچار اوورفیت یا بیش برازشی تو داده ها نشیم. برای اسپلیتینگ رول دو تا روش خیلی معروف وجود داره، روش مینیمم پی ولیو و استفاده از شاخص ریزیجوال سام اسکوئر یا جینی ایندکس. برای استاپینگ رول ها در واقع از روشایی مثل در واقع تعیین میس کلاسیفیکیشن یا حجم نمونه حداقل در هر نمونه در هر نود و پی ولیو میتونیم استفاده بکنیم که خب اینا تو اسلاید بعدی در موردشون صحبت میشه. پس سه تا در واقع مطلب اصلی که باید در موردشون تصمیم گیری بشه اسپلیتینگ رول، استاپینگ رول و پرونینگ رول ها هستن. با اسپلیتینگ رول در واقع کار رو شروع بکنیم. اول ما این مفهوم اسپلیتینگ رول رو توی رگرسیون توضیح میدیم و روش RSS Residual Sum Square رو میخوایم توضیح بدیم. تو مثالی که برای حقوق بسکتبالیستا بود اگه یادتون باشه ما کل فضامون رو به 3 دسته یا به 3 نود تونستیم تقسیم کنیم. خب حالا اینجا فکر کنیم ما بر اساس اون متغیرهای مستقلمون بتونیم کل فضامون رو به ج تا منطقه‌ای که با هم اوورلپ ندارن تفکیک کنیم. اسم اینا رو گذاشتیم R1 تا RJ. برای هر ابزرویشنی، برای هر مشاهده‌ای که تو منطقه RJ بیفته ما یه پیشبینی ارائه می‌کنیم دیگه. اون پیشبینی هم میانگین مشاهداتیه که تو اون منطقه قرار گرفتن دیگه. مثلا من اگه یادتون باشه اونجا متغیر اولمون سابقه بازی بود که مثلا زیر 4.5 توی یه گروه بودن. همه آدمایی که تو اون گروه افتادن خب چون مشخص بوده چقدر حقوق گرفتن میانگینش محاسبه میشه. اون میانگین میشه پردیکشنی که ما برای اون دسته قراره استفاده بکنیم. هدف ما در نهایت اینه که جوری این در واقع درخت ساخته بشه که ریزیجوال سام اسکوئر ما مینیمم بشه. خب حالا برای اینکه ما یه متغیر رو انتخاب بکنیم و یک نقطه برش رو انتخاب بکنیم تا نمونه هامون به 2 دسته تقسیم بشه، نرم افزار میاد همه متغیرها و همه کاتاف های ممکن رو انتخاب میکنه، تست میکنه، اونی که در نهایت شاخص RSS کمتری به ما بده رو انتخاب میکنه که شاخص RSS هم با این رابطه دبل سامیشن وای آی منهای وای حت RJ به توان 2 محاسبه میشه. یعنی چه کار میکنه؟ یعنی میاد مثلا سابقه بازی فرد، حالا اونجا 2 تا متغیر ما فکر کنیم فقط داشته باشیم، سابقه بازی فرد و امتیاز آوری فرد. سابقه بازی فرد فکر کنیم تو دیتای اولیه‌مون از 1 سال تا 10 سال سابقه بازی داشته باشیم. متغیر سابقه بازی رو با تمام این کات‌ها امتحان میکنه. متغیر امتیاز فرد هم فکر کنیم تو دیتای ما حداقل امتیازی که یه فرد آورده باشه مثلا 20 باشه، حد اکثرش هم 200 باشه. بر اساس اونم همه این کات‌ها رو انتخاب میکنه. یعنی یه بار بر اساس سابقه برای اینکه اولین اسپلیت رو درست بکنه داده هاش رو بر اساس سابقه زیر 1 در برابر سابقه بالای 1، دفعه بعد سابقه زیر 2 در برابر بالای 2، بعد زیر 3 در برابر بالای 3 تا زیر 10 در برابر بالای 10 امتحان میکنه. همه این اطلاعات رو تو حافظش نگه میداره. هیچ کدومش رو هنوز اپلای نکرده ها، فعلا فقط داره امتحان میکنه ببینه کدومش بهینه هست. بعد میاد سراغ متغیر امتیاز. دوباره امتیاز هم گفتیم فکر کنیم مینوماکسش بین 20 تا 200 بوده. بر اساس سابقه کار بر اساس امتیاز زیر 20 بالای 20، زیر 21 بالای 21، زیر 22 بالای 22 بریم تا در واقع زیر 200 بالای 200. همه اینا رو امتحان میکنه. بر اساس تمام این حالت‌ها افراد رو به دو گروهی که مد نظرش هست تقسیم میکنه و این شاخص RSS رو حساب میکنه.
بعد نگاه میکنه ببینه کدومش مینیمم شد. همون متغیر و نقطه برشی که باعث شده این شاخص RSS مینیمم بشه، اونو به عنوان در واقع اولین متغیر و کاتافی که دیتاشو به 2 تا نود تقسیم بکنه برمیداره. بعد کل این فرآیند رو تکرار میکنه. اگه خاطرتون باشه افرادی که زیر 4.5 سال بودن شدن 1 نود، افرادی که بالای 4.5 سال بودن شدن 1 نود. یعنی حالا تو این ساب گروپ ها دوباره کل این پروتکلی رو که من خدمتتون گفتم از صفر انجام میده. تو هر ساب گروپ به شکل مجزا دوباره تمام متغیرها با تمام نقاط برش امتحان میشن، ببینن بر اساس کدومش دوباره RSS تو اون ساب گروپ مینیمم بشه و همین پروتکل ادامه پیدا میکنه تا در نهایت شکل درخت ایجاد بشه. خب روشی که الان خدمتتون توضیح داده شد روش ریزیجوال سام اسکوئر بود. ما میتونیم از یه روش دیگه هم استفاده بکنیم که بر اساس منطق پیولیوی میره جلو. اینجا چه اتفاقی میفته؟ شما فکر کنین که ما یه اوتکام باینری داریم، مثلا مثل همون مثال دیابتمون باشه که یا بله هست یا خیره. این همون قبل تک تک متغیرها با تک تک نقاط برشی که براشون میشه لحاظ بشه انتخاب میشن و نمونه ها به 2 دسته تقسیم میشن. بعد ارتباط سنجی بین اون متغیر و متغیر دیابت با یه آزمون کای اسکوئر انجام میشه. یعنی چی؟ مثلا فکر کنین سن کمی باشه با مثلا اعدادی بین 40 تا 80. یه بار سن بر اساس زیر 40 باره 40 به یه متغیر 2 حالته تبدیل میشه، ارتباطش با دیابت با آزمون کای اسکوئر سنجیده میشه. پای سرش 40 با متغیر سن با کاتاف 41 2 حالته میشه، بعد با کاتاف 42 همینجوری تا کاتاف 80. تمام این متغیرهای باینری ساخته میشن، ارتباطشون با دیابت با آزمون کای اسکوئر ساخته میشه. همین پروتکل برای متغیر کلسترول، برای متغیر هایپرتنشن، برای هر چی متغیر دیگه هم تو اون دیتا ست وجود داره اتفاق میفته. پس تعداد بسیار بسیار زیادی آزمون کای اسکوئر انجام میشه. در نهایت اونی که مینیمم پیولیو رو داشته، پیولیوش از همه کوچیک‌تر میشه، به عنوان بهینه ترین متغیر و نقطه برش انتخاب میشه. بعد تو هر کدام از نودها دوباره این پروتکل ادامه پیدا میکنه، همینجوری ادامه پیدا میکنه. به این ترتیب هر نود دوباره خودش به 2 تا نود کوچیک‌تر میشکنه و داستان میره جلو. پس همینجوری که میبینین تعداد خیلی خیلی زیادی آزمون تک متغیره یا یونیوریت در هر نود انجام میشه تا اون نود به 2 تا نود کوچیک‌تر بشکنه. اینم بهش میگیم روش مینیمم پیولیو. روش جینی ایندکس هست. روش جینی ایندکس هم توضیح بدیم. دیفالت خیلی از نرم افزارها روش جینی هست. فرض کنین پی اندیس امکان نشون دهنده درصدی از دیتاهای ما باشه که توی امومین ناحیه‌ای که متعلق به کامین کلاس بوده قرار بگیره. شاخص جینی رو مثل هر دو شاخص قبل، هم مثل RSS هم مثل پیولیو، ما باید شاخص جینی رو برای همه متغیرها و همه نقاط برش محتمل امتحان بکنیم تا بهترین نقطه برش رو بتونیم پیدا بکنیم. این فرمول رو زیر نوشتیم. G برابر است با سامیشن پی هت امکا در 1 منهای پی هت امکا. حالا میگیم یعنی چی؟ مثلا شما فکر کنین افراد الان توی یه نودی قرار دارن و شما میخواین اینا رو توی به 2 تا نود کوچیک‌تر بوش کنین. خب فکر کنیم میدونیم که قرار متغیری که باعث بشه افراد به 2 تا نود کوچیک‌تر تقسیم بشنم سن هست. خب این سن رو با چه کاتی بذاریم؟ با 40 سال بذاریم، 41 سال بذاریم، 42 سال بذاریم تا 80؟ با کدومش بذاریم؟ کاری که نرم افزار میکنه اینه که یه بار مثلا 40 امتحان میکنه، افراد به 2 تا نود میشکنن، بعد نگاه میکنه ببینه تو گروه زیر 40 چند درصد دیابت دارن، تو گروه بالای 40 چند درصد دیابت دارن.
برای 41 همینجور، برای 42 همینجور، تا برای 80 همینجور. بعد این شاخص جی رو حساب میکنه. این رابطه رو شما اگه نگاه بکنید پی حد در یک منهای پی حد از نظر ریاضی این رابطه وقتی ماکسیمومه که پی بره به سمت نیم. پس اگر من بیام مثلا سن رو 40 بذارم، 41 بذارم، 42 بذارم تا 80 بذارم، همه این کاتا رو انتخاب بکنم، در واقع چیزی که من دوست دارم اینه که توی یکی از این گروه ها دیابت شیوعش خیلی کم باشه، توی یکی شیوعش خیلی زیاد باشه دیگه، که تمایز خوب اتفاق افتاده باشه. پس این شاخص جینی به ازای همه این نقاط برش امتحان میشه، اونی که مینیمم بود، اونی که مینیمم جینی رو به ما داد به عنوان نقطه برش بهینه انتخاب میشه. چرا جینی هرچی کمتر باشه بهتره؟ خدمتتون گفتم چون این شاخص وقتی زیاد هرچی پی به سمت نیم حرکت بکنه این شاخص هم بیشتر میشه. نزدیکتر شدن پی به سمت نیم یعنی چی؟ یعنی دو تا نود کوچیکی که من دارم درست میکنم بیشتر به هم دارن شبیه میشن، درصد افراد دیابتی داخلشون داره به هم نزدیکتر میشه. این بده، ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. ما دوست داریم این دو گروه تا حد امکان، خدمتتون گفتیم دو گروه باید، دو تا نود باید تا حد امکان از هم متفاوت باشن، ولی درون خود نود هموجنیتی یا شباهت وجود داشته باشه. حالا من اینجا تو این مثال متغیر سن رو ثابت کردم تا بتونم بهتر مثال رو توضیح بدم، ولی این فرایند برای همه متغیرهای مستقل با همه کات ها امتحان میشه. درصد افراد دیابتی و و غیر دیابتی در هر درصد افراد دیابتی در هر دو نود محاسبه میشه. این شاخص پی حد در یک منهای پی حد محاسبه میشه و اونی که مینیمم شد در واقع نگاه میکنیم ببینیم منتسب به کدوم متغیر و نقطه برش بوده. اینم میشه شاخص جینی. خب مینیمم پی ولیو رو که قبلا خدمتتون گفتم تو اسلاید قبلی تو بحث رگرشن ها گفتیمش، حالا اینجا تو بحث کلاسیفیکیشن ها گفتیم که در واقع هیچ فرقی نمیکنه، همون پروتکلی که اونجا خدمتتون توضیح دادیم اینجا هم استفاده میشه. پس ما در واقع RSS تو رگرشن تری ها رو گفتیم، بعد مینیمم پی ولیو تو رگرشن تری ها رو گفتیم وقتی که آوتکام کمی باشه. حالا وقتی آوتکام باینری باشه دیگه شاخص RSS معنی نمیده دیگه، چون میانگین اینجا معنی نمیده. به جای شاخص جینی رو داریم، شاخص مینیمم پی ولیو رو هم داریم که مثل قبل کار میکنه. پس با آوتکام کمی یا دنبال RSS میریم یا دنبال روش مینیمم پی ولیو، با آوتکام کیفی یا دنبال جینی ایندکس میریم یا دنبال همون منطق مینیمم پی ولیو. خب پس ما فعلا در مورد اسپلیتینگ رول ها یا قوانینی که بر اساسش داده ها رو به دو قسمت تقسیم کنیم صحبت کردیم. حالا میخوایم در مورد استاپینگ رول ها صحبت کنیم. کجا درخت رو، کار فرایند رشد درخت رو متوقف کنیم. ما میتونیم بیایم نمودار مین اسکوئر ارور یا میس کلاسیفیکیشن ارور رو در برابر تعداد نودهای درخت، تعداد نودهای نهایی درخت که گفتیم بهشون میگیم ترمینال نود، رسم کنیم. این یه روش هست، حالا تو اسلایدها میبینیم یعنی چیه. روش دیگه‌مون اینه که در واقع از اول کار تعیین کنیم که توی ترمینال نودها حداقل حجم نمونه‌ای که برای ما قابل قبول هست چیه، و روش بعدی روش آلتمن هست. حالا در مورد اینا صحبت میکنیم. اول دومی و سومی رو بگیم که مشخص تره. ببینیم ما خدمتتون گفتیم میتونیم کار فرایند بزرگ در واقع تقسیم نمونه ها رو تا جایی ادامه بدیم که تو هر نودی در نهایت فقط یک نمونه قرار بگیره، ولی طبیعتاً میدونیم که هر چقدر حجم نمونه توی نود مادر یا نود مولد کوچیکتر باشه، تقسیمش به در واقع دو تا نود کوچکتر یا نود چایلد هم با خطر آماری بیشتری مواجهه. یعنی ما بیشتر ممکنه دچار اشتباه بشیم. من اگه حجم نمونم توی یه نود 100 باشه، 100 تا رو بخوام تقسیم بکنم، وقتی اون شاخص ها مثل شاخص جینی یا شاخص RSS رو میخوام برم حساب بکنم، به عدد معتبرتری میرسم تا وقتی حجم نمونم اونجا در حد 10 نفر باشه. پس ما میتونیم به عنوان یکی از استاپینگ رول هامون از اول کار تعیین کنیم که آقا اگه یه نودی
مثلا حجم نمونهش زیر 30 تا شد، دیگه اصلا تقسیم ادامه پیدا نکنه، یا مثلا 50 تا. یه کار دیگه که میتونیم بکنیم به عنوان آلتمن رول، من نوشتمش خدمتتون توضیح بدم. آلتمن رول وقتی میتونیم ازش استفاده بکنیم که از روش مینیمم پی ولیو استفاده بکنیم. خب ببینیم، ما خدمتتون گفتیم وقتی از روش مینیمم پی ولیو استفاده میکنیم، یعنی در هر مرحله ای که قرار هست افراد به دو دسته تقسیم بشن، تعداد خیلی 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 زیادی آزمون تک متغیره انجام شده تا نقطه ای که کوچکترین پی ولیو رو ایجاد میکنه انتخاب بشه. پس طبیعتا بحث های مقایسه های چندگانه و مالتیپل کمپریزن اینجا میتونه اتفاق بیفته. آلتمن پیشنهاد میده که ما از در واقع تصحیح پی ولیو استفاده بکنیم، ولی نه تصحیح بونفرونی، چون معتقد هست اینجا آزمون ها مستقل از هم نبودن. یه منطقی که کاملا شبیه هست ولی تحت عنوان adjusted بونفرونی معرفی شده پیشنهاد شده توسط آلتمن، و در واقع نظر ایشون این هست که اگه پی ولیو در حد 2000 باشه معادل 5% معمولی هست. یعنی چی؟ یعنی من یه درخت ساختم، بر اساس یه متغیر و یه نقطه برش آدما به 2 نود تقسیم شدن. اینجا باید نگاه بکنم ببینم پی ولیویی که متناظر با این آزمون هست چنده. مثلا فرض کنین افراد یا دیابت دارن یا ندارن، یعنی آوتکام ما دیابت هست، الان همه تو نود اولن که بهش میگیم نود مادر. اینا بر اساس متغیر مثلا سن و کاتاف 50 به 2 دسته تقسیم شدن، زیر 50 بالای 50. من باید یه آزمون کار اسکوئر انجام بدم، ارتباط بین این متغیر دیابت که بله خیر هست و سن که زیر 50 بالای 50 هست و با آزمون کار اسکوئر بسنجم. اگه پی ولیو شد 300، یعنی من باید بگم آقا اساسا این دیتا نمیتونه مناسب باشه برای برازش یه مدل درختی. پیشنهاد آلتمن اینه که چون تعداد متغیرها و کات‌های خیلی زیادی انجام شده، تست شده، این باید حتما زیر 2000 باشه. پس من تو هر نود باید اون آزمون کا اسکوئر مربوطه رو کنترل بکنم، ببینم پی ولیوش زیر 2000 میفته یا نه. هر جا در واقع تا هر جا که زیر 2000 هست، این در واقع درخت رو ادامه بدم و از هر جا که در واقع از 2000 زد بالاتر دیگه از همونجا درخت رو ببریم. میشه ترکیبی هم دید، یعنی هم میشه حداقل حجم نمونه‌ای در نودها از قبل تعیین کرد، هم به این قانون پی ولیو که توسط آلتمن ارائه شده نگاه کرد و درخت بهینه رو در آورد. خب روش اول یه مقدار تکنیکال تر هست، جزئیات بیشتری داره. میگه آقا در واقع ما تعداد نودهای درخت رو منظور تعداد ترمینال نودها هست، تعداد نودهای نهایی هست، در برابر میس کلاسیفیکیشن یا MSE رسم کنیم، بر اون اساس تصمیم گیری بکنیم. یه دونه مثال من برای شما اینجا زدم. البته تو این مثال ما دنبال 2 تا پیام هستیم. فعلا پیام اول رو که مستقیم‌تر به بحثمون مرتبط هست با هم می‌خوایم نگاه بکنیم. شما یه شکل می‌بینین، محور Xش تری سایز هست، تعداد ترمینال نود. محور Yش MSE هست، مین اسکوئر ارور. 3 تا هم خط می‌بینیم. فعلا ما با خط مشکی کار داریم. فقط روی خط مشکی نگاه بکنین، مشخصه که هر چی تری سایز در واقع افزایش پیدا بکنه MSE هم کمتر میشه دیگه. یعنی من هر چی درخت بزرگتری برازش بدم، هر چی درخت بزرگتری تولید بکنم، باعث میشم که MSE کلیه در واقع مدل کاهش پیدا بکنه. خب این منطقیه، ما تو لینیر رگرشن ها هم همینجوری هست. تو لینیر رگرشن ها هم هر چی متغیر مستقل اضافه میکنیم، هم باعث میشیم MSE کم بشه، هم باعث میشیم R2 افزایش پیدا بکنه. دیگه تو بدترین حالتش R2 افزایش پیدا نمیکنه. اگه متغیری که اضافه میکنیم هیچ نقشی نداشته باشه، R2 افزایش پیدا نمیکنه یا MSE دیگه کاهش پیدا نمیکنه، ولی دیگه زیادم نمیشه. خب تو مدل درختی هم همین اتفاق میفته. من هرچی سایز درخت رو بیشتر بکنم، در واقع من دارم کار اوورفیت رو انجام میدم. به واسطه این اوورفیت عملا انتظار هست که مقدار MSE یه مقداری کاهش پیدا بکنه. خب
یه خاصیتی در واقع تو این نمودار وجود داره، بهش میگن خاصیت البو یا آرنجی. میگن آقا این از رو آرنج میشکنه. یعنی شما این نمودار رو نگاه کن، به نظر میاد که من اگه بخوام بر اساس خاصیت آرنجی نگاه بکنم باید تری سایز رو 4 بردارم. یعنی انتخاب بکنم که آقا درخت بهینه من باید 4 تا ترمینال نود داشته باشه. بعد درخت رو از نقطه‌ای برش بدم که در واقع فقط شامل 4 تا ترمینال نود باشه. پس اگه این نمودار رو رسم بکنیم میتونیم بر اساس خاصیت آرنجی در واقع نقطه برش بهینه رو به دست بیاریم. من یه توضیحی در مورد خطای نارنجی و سبزی که وجود دارن خدمتتون بدم تا مشخص بشه که چرا ما باید درخت بهینه رو انتخاب بکنیم. یه بحثی تو آمار داریم به نام بحث اوور اپتیمایزیشن یا بیش از حد خوشبین بودن. تو همه مدل های آماری، این صحبتی که الان داریم مطرح میکنیم فقط در واقع رو مدل های درختی نیست، همه تکنیک های آماری این قضیه براشون وجود داره. وقتی ما مدلی رو روی دیتایی میسازیم و این مدل رو روی دیتای دیگه تست میکنیم، نتیجهاش به اون خوبی نمیشه. مثلا شما فکر کنید من یه مدل میسازم، بر اساس اون مدل قراره ریسک ابتلا به بیماری دیابت برای افراد پیش بینی بشه. لوجستیک ریگرشن هم رفتم، یه داده دارم، داده شهر کرمان، رو این داده این مدل رو سوار کردم. خب متغیرهای معنیدار مشخص شده، آدز ریشیوها تعیین شده، حساسیت و ویژگی مدل هم محاسبه شده. مثلا فکر کنید حساسیت و ویژگی مدل هر دو 80% باشه. بعد یه نفر میاد یه داده جدید به من میده، میگه آقا مثلا اینم داده های شیراز هست. حالا اگه مدل که شما رو شهر کرمان ساختی همون مدل رو من وردارم رو داده شیراز استفاده بکنم، حالا چه اتفاقی میفته؟ ما اگه ورداریم مدلی که رو داده، اسم داده کرمان رو میذاریم داده ترین چون مدلمون روش ساخته شده، اسم داده شیراز رو میذاریم داده تست چون قرار دادمون رو بریم رو اون داده کنترل کنیم، تست کنیم عمل کردشو. ما اگه همون مدلی که رو داده کرمان به دست اومده رو داده شیراز پیاده بکنیم، حساسیت و ویژگیمون دیگه 80% نمیشه، یه مقداری افت میکنه. دلیلش هم اینه که ما در واقع اون پارامترهای مدلمون با استفاده از روش‌های مثل روش ماکسیموم لایکلیهود به دست اومده، پس برای داده کرمان بهینه ترین ممکن بوده. طبیعتا وقتی میره رو داده شیراز یا هر داده دیگه استفاده میشه، دیگه اون ضرائب رگرسیونی که ما به دست آوردیم برای اون داده تستمون بهینه نیستن، پس عملکردش هم به اون خوبی نمیشه. خب این خط نارنجی که شما اینجا میبینین در واقع نشون دهنده عملکرد این درخت روی تست ست بوده. شما میبینین که وقتی سایز درخت مثلا در حد 2 بوده، در حد 4 بوده، یعنی درخت خیلی اوورفیت نشده، یه درخت کوچیکتری بوده، همون عملکردی که روی ترین ست به دست اومده تقریبا همون عملکرد روی تست ست هم مشاهده شده. ولی هر چقدر ما در واقع این درخت رو بزرگتر بکنیم، میبینین که فاصله در واقع اون عملکرد مدل روی ترین ست و تست ست از هم بیشتر میشه. اینجا شاخص عملکرد MSEه. مثلا حالت 8 رو نگاه بکنیم، وقتی که تری سایز ما 8 باشه، MSE که منتسب به ترین ست هست خیلی کمتر از MSE منتسب به تست سته. یعنی درخت به اون خوبی که ما انتظار داشتیم تو تست ست جواب نداده. ولی نگاه بکنین اگه تری سایز 3 باشه چی؟ تقریبا به همون خوبی که رو ترین ست داره کار میکنه به همون خوبی رو تست ست هم کار میکنه. 4 باشه چی؟ رو تست ست یه ذره بدتر میشه. ولی همونطور که میبینین در واقع وقتی که این تری سایز بزرگتر میشه، عملکرد مدل روی تست ست هم افت میکنه. ما در نهایت درختی میخوایم که این درخت رو تست ست خوب جواب بده، چون در اصل اکسترنال ولیدیتی مدل برای ما مهمه. یعنی این برای ما مهمه که مدل چقدر در یک داده جدید خوب میتونه کار بکنه. به همون خاطر در واقع شاخص آلتمن بر اساس P value، حجم نمونه حداقل در نودها و این نموداره
در واقع تری سایز رو ما حتما باید کنترل بکنیم تا بر اون اساس درخت بهینه رو تعیین کنیم. خب حالا خیلی وقتا شما و در مورد این نمودارم خدمتتون گفتیم که از خاصیت آرنج استفاده میشه. خب خیلی وقتا الان در واقع این صحبت پیش میاد که ما ممکنه تست ست مستقلی نداشته باشیم که این نمودار رو بخوایم بکشیم و بر اساس در واقع عملکرد روی تست ست تصمیم گیری بکنیم. این حرف درسته، ولی دقت داشته باشین ما بر اساس خاصیت آرنج میریم جلو، یعنی بر اساس خاصیت آرنج اون نقطه 3 یا 4 رو انتخاب میکنیم. نکته دو اینه که ما اگه بخوایم وسواس بیشتری به خرج بدیم ولی تست ستی هم در دست نداشته باشیم، از روش‌های دیگری مثل کراس والیدیشن میتونیم استفاده بکنیم تا درخت بهینه تعیین بشه. من اینجا وارد بحث کراس والیدیشن نمیشم، توی یکی دیگه از در واقع ارائه هامون و صحبت هامون که بحثمون در مورد سنجش صحت درونی مدل ها هست، اونجا کامل در مورد کراس والیدیشن صحبت میکنیم. الان در واقع ما از روی مطلب رد میشیم، خلالی به بحث اصلیمون وارد نمیکنه. حتی اگه تستی وجود نداشته باشه، با همین چند تا قانونی که خدمتتون گفتم خیلی خوب میشه درخت بهینه رو مشخصش بکنیم که چند تا نود نیاز داره. خب یه دونه در واقع مثال ما براتون اینجا گذاشتیم از بحث همین درخت ها، فقط بابت اینکه دیده باشین. اینجا یه دیتای تحلیل بقا ما داشتیم، یعنی آنالیز رگرسیونی متناظرش آنالیز کاکس بوده و حالا اینجا مدل درختی متناسب با اون رو کار کردیم. پس اون آزمون های تک متغیرش همه میشن آزمون های لوگرانکی. کلا تو نود اول مشاهده میکنین 401 بیمار داشتیم که 112 تاش رویداد اصلی براش اتفاق افتاده و اون رویداد اصلی در واقع عود بیماری بوده. خب اولین متغیری که انتخاب شده وضعیت تعداد نود درگیر بوده که آیا زیر 3 تا بوده یا از 3 تا بیشتر بوده. ببخشید بله درسته، تعداد نود درگیر بوده، آیا زیر 3 تا بوده یا بیشتر یا 3 تا و بیشتر بوده. اگه زیر 3 تا بوده، همونطور که میبینین 330 تا بیمار افتادن این ور که 75 تاش عود داشته. برای این گروه تومور سایز مهمه، در حالی که برای گروهی که نود درگیرش 3 بوده دیگه هیچ متغیری مهم نیست. کسایی که نود درگیرشون 3 بوده اگه دقت بکنین شامل 71 نفرن که 37 نفرشون عود بیماری براشون اتفاق افتاده. اینا یه گروه خیلی های ریسکن. ولی برای کسایی که تعداد نود درگیرشون زیر 3 هست چی؟ حالا تومور سایزشون اهمیت پیدا میکنه. آیا زیر 12 هست یا بالای 12؟ گروهی که تومور سایزش زیر 12 بوده اگه دقت بکنین شامل 36 بیماره که هیچ کدومش ایونت نداره. اینا بیماران بسیار بسیار کم خطر ما بودن. پس آقا ما در واقع تعداد نود رو سوال میکنیم، تعیین میکنیم، بعد سایز تومور رو تعیین میکنیم. اگه بیمار افتاد تو در واقع نود که الان خدمتتون گفتیم، این بیمار هیچ بیمار پرخطری نیست. ولی اگه سایز تومورش بیشتر از 12 شد چه کار کنیم؟ مشخص هست، از متغیر تونل استفاده میکنیم که یه بایومارکر هست زیر 107 یا بالای 107 و دوباره به همین ترتیب در واقع ادامه میدیم. همینطور که شما تو این شکل میبینید در نهایت اینجا درختی که 6 تا ترمینال نود داره تعیین شده. خب حالا عین همون جدولی که قبلا برای لوجستیک داشتیم میخوایم در مورد مدل درختی صحبت بکنیم. مدل درختی مدلی است برخلاف لوجستیک کاملا تک متغیره به داستان نگاه میکنه و پیش میره. تو هر لحظه هر متغیر و در واقع تمام کاتاف های ممکن رو امتحان میکنه و این رو کاملا تک متغیره به داستان نگاه میکنه، در حالی که لوجستیک چند متغیره بود. از نظر ساب گروپ ما گفتیم تو لوجستیک اگه متغیری فقط برای گروه خاصی اهمیت داشته باشه نمیتونه کشفش کنه، در حالی که درخت میتونه. الان دقت بکنین متغیر سایز تومور تو نموداری که برای سوروایوال تری خدمتتون نشون دادیم، متغیر سایز تومور برای کسانی که تعداد نودشون کمتر از 3 بود مهم بود، ولی برای کسی که بیشتر از 3 بود دیگه اهمیتی نداشت. از نظر ارتباطات غیر خطی مدل درختی خیلی ساده میتونه کشف کنه، چون ممکنه مثلا فرض کنین تو شاخه اول درخت متغیر سن با کات 40 در بیاد، یعنی زیر 40 بالای 40،
بعد دوباره تو خود بالای چلیا مجددا متغیر درخت با یه نقطه برش دیگه ظاهر بشه و شما این وسط ببینید افرادی که در دو طیف سن هستن درصد کمیشون دچار ایونت میشن، در حالی که اونایی که تو گروه سنی وسط از نظر سنی تو گروه سنی وسط قرار میگیرن بیشتر. پس خیلی ساده با اون نمودار ما میتونیم اگه متغیری غیر خطی و پیچیده عمل میکنه تشخیصش بدیم. اینتراکشن ها رو خیلی ساده میتونیم تشخیص بدیم. الان بر اساس همون نمودار درختی در واقع متغیرهایی که پیاپی با هم دیگه تو ساخت درخت نقش ایفا میکنن نشون دهنده وجود اینتراکشن هایی بینشون هست. و در مورد بحث میسینگ دیتا هم مدل درختی خیلی ساده عمل میکنه، نمونه رو دور نمیریزه، در عین حال سراغ ایمپیوتیشن های آماری که یه مقداری پیچیده تر هستن و تخصص بیشتری میخوان هم نمیره. از منطقی به اسم منطق ساروگت استفاده میکنه یا ساروگت وریبل یا منطق متغیر جایگزین. خیلی ساده اگه بخوام خدمتتون بگم، شما فکر کنین که متغیر سایز تومور و نقطه برش 12 انتخاب شده برای اینکه افراد به 2 تا نود تقسیم بشن. ممکنه و اوتکام اصلیمون هم اود بیماری هست. پس اوتکام اود متغیر انتخاب شده سایز تومور با کاتاف 12. حالا برای یه بیماری اطلاعات تومور سایز موجود نیست، چه کار کنیم؟ اگه متغیر جایگزین استفاده میکنیم. در واقع ما سعی میکنیم تشخیص بدیم که چه متغیر ثانویه‌ای وجود دارد که میتونه تومور سایز فرد رو پیش بینی بکنه، چه متغیر ثانویه‌ای هست که میتونه برای تقسیم افراد به تومور سایز زیر 12 و بالای 12 ما کمک بکنه. هیچ کار پیش بینی انجام نمیدیم. دوباره یه سری کار آزمون تک متغیره بین اون باقی مونده متغیرها و کاتاف‌ها انجام میشه. اون متغیر جایگزین تعیین میشه و نقطه برشش، مثلا فرض کنین ممکنه متغیر جایگزینه بشه گرید بیماری، این که مثلا تو سطح 1 بوده یا تو سطح پیشرفته تر. کسی که تومور سایزش زیر 12 بوده در واقع توی یه نود افتاده، بالای 12 یه نود. حالا اون آدمایی که بلا تکلیفن بر اساس گریدشون عمل میکنیم. اگه گریدشون 1 بود میندازیمشون تو همون گروهی که سایزشون زیر 12 بوده و اگه 2 و 3 بود تو سایز بالایی. پس کار ایمپیوتیشنی انجام نمیشه، محاسبات اضافی تحمیل نمیشه، خیلی ساده کار ادامه پیدا میکنه. خب حالا این سوال پیش میاد که آقا پس در نهایت مدل درختی بهتره یا مدل لوجستیک بعد از همه این صحبت ها؟ واقعیتش اینه که ما نمیتونیم، یعنی مطالعات خیلی زیادی انجام شده، تو بعضی از داده ها مدل لوجستیک بهتر جواب داده، تو بعضی از داده ها مدل درختی بهتر جواب داده. چیزی که ما باید در نظر بگیریم اینه که این دوتا رو به عنوان 2 تا مدل مکمل در نظر بگیریم. یکیش رول درختی ساده تری به ما میده، یکیش بر اساس منطق آماری و منطقه ماکسیموم لایکلیهود عمل میکنه، یکیش تو ساب گروپ ها اگه متغیری اهمیت داشته باشه کشفش میکنه، در عوض دیگری بر اساس یک منطق مالتی فاکتوریال پیش میره. خیلی نباید دنبال مقایسه مستقیمشون باشیم، بیشتر به عنوان 2 تا مدل مکمل و اینکه در کنار همدیگه فرضیه های جدیدی به ما بدن باید بهشون نگاه بکنیم. و این وسط گزینه‌های دیگه‌ای هم وجود داره، روش‌های دیسکریمینیشن، روش‌های ژنتیک الگوریتم، روش‌های کلاستر آنالیز مثل کارنیورس نیبر. اینا هم روش‌هایی هستن که میتونن توی طبقه بندی نمونه‌ها به ما کمک بکنن، ولی خب محور بحث ما الان نیستن. مثل روش‌های دیگه مثل ساپورت وکتور ماشین ها که احتمالاً برای خودشون جلسات آموزشی جداگونه‌ای داریم، الان محور بحث ما نیستن. فقط به عنوان اپشن های دیگه‌ای که وجود داره میشه بهشون بحث کرد. مطالعات زیادی هم وجود داره که همه اینا رو با هم مقایسه کرده، ولی به عنوان یک نکته کلی اگه بخوایم بگیم اینا رو به عنوان مکمل هم باید در نظر بگیریم و اینکه بر اساس مقایسه نتایجشون با هم دیگه فرضیه های جدیدی رو سعی کنیم تولید کنیم. خب حالا یه در واقع پیشرفت‌های تئوری جدیدی هم تو این بحث مدل درختی پیش اومده که این تکه رو ما یه مقدار مختصرتر صحبت می‌کنیم، چون در واقع اصل بحث مدل درختی ارائه شده، فقط بابت کامل بودن مطلب میگیم. به شکل کلی توی مدل سازی های جدید منطقه هایی به وجود اومده به نام منطق بگینگ یا بوتسترپ اگریگیشن. فقط منحصر به مدل های درختی نیست، تو همین مدل های آماری میتونیم از اینا استفاده بکنیم.
ببینین داستان اینه که من اگه یک دیتایی داشته باشم و روش از لوجستیک شروع میکنم و یک مدل لوجستیک بسازم، یه سری کوافیشنت به دست میارم. خب برای اون متغیرهای مستقل. طبیعتا من اگه یه دیتای جدید بهم بدن و مدل لوجستیک جدیدی رو اون دیتای جدید بسازم، نه که مدل قبلی رو روش تست کنم، نه، رو دیتای جدید یه مدل دیگه بسازم، کوافیشنت هم یه سری عدد دیگه میشن. من اگه 10 تا دیتا ست داشته باشم، این 10 تا دیتا ست کوافیشنت هایی که برای متغیرها تولید میکنن با همدیگه یکی نمیشن، با همدیگه متفاوتن. منطق بگینگ در واقع میگه نتایج این این کوافیشنت هایی که تو این دیتا ست ها به دست اومده رو ما با هم ترکیب بکنیم تا به یه مدل استیبل تر برسیم. خب ما که معمولا انقدر دیتا نداریم، ما که معمولا 10 تا دیتا ست، نمیدونم 100 تا دیتا ست نداریم که قرار باشه همه این مدل ها رو بسازیم و با هم ترکیب بکنیم. اینجا بوتسترپ به ما کمک میکنه. یعنی اینجوری میشه که من از دیتایی که دارم میتونم بیام 100 تا سمپل بوتسترپی استخراج بکنم، به عنوان 100 تا نمونه مستقل نگاش کنم، رو هر کدومش یه مدل لوجستیک بسازم. حالا برای هر متغیری من 100 تا کوافیشنت دارم، حالا این کوافیشنت ها رو با هم ترکیب بکنم، خیلی ساده میانگین سادهشون رو حساب بکنم. اینجوری یه مقداری ما به مدلی رسیدیم که کمتر تحت تأثیر ورییشن های داده هست، یک کمی در واقع استیبیلیتی یا صحت درونیش ممکنه افزایش پیدا بکنه. حالا این بحث چرا کلا مهمه؟ چرا این بگینگ ما فکر میکنیم که تو فرآیند مدل سازی میتونه به ما کمک کنه؟ ما یه در واقع اصطلاحی داریم به اسم بیاس واریانس ترید آف. فکر کنیم من یه مدل ساختم که خیلی اوورفیت شده. فکر کنیم من یه درخت ساختم یا یه مدل لوجستیک ساختم که خیلی اوورفیت شده. اگه مدلی که من میسازم خیلی اوورفیت بشه رو داده ترین من، طبیعتاً رو همین داده ترین یه MSE خیلی کوچیک میده. ولی اگه همین مدل رو من بردارم روی یه داده مستقل تستش بکنم، MSEش به شدت افزایش پیدا میکنه. تو اون نموداری که توی اسلاید قبل خدمتتون نشون دادم دیدینش. به این میگن بیاس واریانس ترید آف. هرچی من بیاس رو روی ترین ست کم بکنم، واریانسی که روی تست ست میبینم افزایش پیدا میکنه. ما دنبال یه جایی میگردیم که این دوتا هر دو قابل تحمل باشه، نه بیاسمون خیلی زیاد باشه نه واریانسمون خیلی زیاد باشه. معمولا مدل درختی واریانس خیلی زیادی دارن، یعنی وقتی ما نتیجهشون رو میبریم رو مدل دیگه فیت میکنیم، شاخصامون خیلی تغییر میکنه. مثلا من مدل درختی رو روی یه ترین ست ساختم، رو خود ترین ست حساسیت و ویژگی 80% دارم. وقتی این مدل رو برمی‌دارم روی یه دیتاهای جدید قانونش رو پیاده میکنم، یا حساسیت ویژگی میشه 60%. معمولا مدل درختی واریانسشون زیاد هست. به همون خاطر این بوتسترپ اگریگیشن پیشنهاد شده، به این معنی که خدمتتون گفتم مثلا تو لوجستیک چیکار میتونیم بکنیم، یا اینجا مثلا تو عالم درختی ما میتونیم در واقع ترین ست های مختلفی درست بکنیم، مثلا 100 تا نمونه بوتسترپی در بیاریم، رو هر کدومش درخت رو بسازیم و برای نمونه پیش بینی مرتبط رو انجام بدیم. حالا مثلا فرض کنیم که نمونه شماره 1 ما ممکنه اگه من 1000 تا سمپل بوتسترپی در آورده باشم، ممکنه تو 700 تا از این نمونه ها در اومده باشه دیگه، یعنی 700 بار کار پیش بینی براش اتفاق افتاده. بعد من میتونم نگاه بکنم ببینم اکثر موقع ها پیش بینی این نمونه 1 بوده یا 0، بر اساس همون تصمیم گیری بکنم. یه نکته کوچیک داخل پرانتزی من باید خدمتتون بگم، یک نمونه بوتسترپ معنیش چیه؟ فکر کنید من یه دیتا دارم با حجم نمونه 700 تا. یک در واقع سمپل بوتسترپ یعنی از این دیتا ست 700 تایی یک دیتای جدید با همون حجم نمونه 700 ولی با روش با جایگذاری تولید کن. پس یه سری از آدم‌ها انتخاب نمیشن، یه سریا یه بار، یه سریا 2 بار، یه سریا 3 بار، چون داره با جایگذاری اتفاق میفته دیگه. من از سمپل اولیه‌ام که حجم نمونهش 700 بوده، یه سمپل جدید با همون حجم نمونه 700 ولی با روش با جایگذاری تولید میکنم. این میشه یه نمونه بوتسترپ.
خب من اگه 1000 تا نمونه بوت استرپ تولید بکنم، اینا اورلپ زیادی با هم دارن، تفاوتایی هم با هم دارن، چون بعضی از نمونه ها تو بعضی ها هستن و تو دیگری نیستن. حالا که هر دیتا رو ما جداگونه و مستقل آنالیز میکنیم، عملا داریم کار اون سامپلینگ ورییشن هایی که میتونه تو داده های جدید برای ما مشکل ایجاد بکنه رو تا یه مقداری کنترل میکنیم. همچنین نشون دادن که هر نمونه ای در واقع، یعنی هر فردی، هر داده ای تو 66% داده های بوت استرپ ظاهر میشه. پس من اگه 1000 تا سامپل بوت استرپی تولید بکنم، هر داده من، هر نمونه اولیه من حداقل که نه، این اوریج توی 660 تا از اون 1000 تا بوت استرپ سامپل ظاهر شده. پس من حدوداً 660 بار براش کار پردیکشن رو انجام دادم. میتونم در واقع اوریجی از اون پیش بینی ها رو به عنوان پیش بینی نهایی برای اون مشاهده در نظر بگیرم. جدا از این روش بگینگ، منطقه جدیدی هم پیشنهاد شده، مثل منطق رندوم فورست. منطق رندوم فورست یه پله از منطق بگینگ میره جلوتر. ببینید خدمتتون گفتم هر نمونه ای تو 66% سامپل بوت استرپ به طور متوسط ظاهر میشه. این باعث میشه که نمونه های بوت استرپ ما کوریلیشن قابل توجهی با هم دیگه داشته باشن. در نتیجه یه مقداری پیش بینی هاشون هم با هم کوریلیت هست. در نتیجه روش دیگه پیشنهاد شده مثل روش رندوم فورست تا این مسئله رو حل بکنه. به عنوان مثال فرض کنیم من یه متغیر خیلی قوی داشته باشم و یه چند تا متغیر ضعیف‌تر. خب این خیلی محتمل هست که درخت هایی که من میسازم تو اون نمونه های بوت استرپ خیلی به هم شبیه بشن. یعنی احتمالا اون متغیر خیلی قوی تو همه اونا تو به عنوان متغیر اول ظاهر میشه و در واقع حالا ممکنه فقط کاتش نقطه برشش تغییر بکنه. خیلی درختایی با ظاهر مشابه دارن، در نتیجه پردیکشن های خیلی مشابه دارن و اون کار اوریجینگشون خیلی ممکنه مشکل ما رو حل نکنه. منطق رندوم فورست عین منطق در واقع بگینگ هست، فقط میگه آقا در هر مرحله ای وقتی میخوای کار اسپلیتینگ رو انجام بدی، فضا رو برای همه متغیرات باز نکن، از بین متغیرات یه تعدادش رو به تصادف انتخاب بکن. یعنی چی؟ مثلا من 10 تا متغیر مستقل دارم و الان همه تو نود مادر هستن، همه توی نود شماره 1. من میخوام اینا رو به 2 دسته تقسیم کنم. میگه از این 10 تا متغیرت تو بیا فقط 3 تاش رو با همه کات‌های ممکن امتحان کن، افراد به 2 دسته تقسیم کن. حالا من 2 تا نود کوچیک‌تر دارم. دوباره تو هر نودی میگه از 10 تا متغیر اولیت 3 تاشو به تصادف انتخاب بکن، این پروتکل رو تا آخر برو جلو. پس من در هر مرحله به تعدادی از متغیرهای مستقل رو به تصادف انتخاب میکنم، درخت رو میسازم. این میشه رندوم فورست و در واقع کار رو به این شکل انجام میدم. پردیکشن ها رو بر اساس این درخت ایجاد میکنم، یا حساسیت و ویژگی مدل نهایی رو وقتی میخوام گزارش کنم از این روش استفاده میکنم. دقت کنیم من اگه از روش بگینگ برم یا اگه از روش رندوم فورست برم، آخر کار 1000 تا درخت دارم. شما میگی آقا من یک درخت میخوام برای پیش بینی بیماران جدید، من الان 1000 تا درخت که نمیخوام. قبوله. ما رو داده الان صحبت من اینجا بازتر بکنم. ما یک داده اوریجینال داریم، رو داده اوریجینال یه درخت میسازیم با منطق آلتمن و روش نموداری هم و حجم نمونه حداقل در ترمینال نودها هم درختمون رو میبندیمش. ولی وقتی میخوایم حساسیت و ویژگیشو گزارش کنیم، به خاطر اینکه دچار اون فرایند اوور اپتیمایزیشن نشیم، برای تعیین حساسیت و ویژگیش از روش بگینگ یا روش رندوم فورست استفاده میشه. خودمون رو جریمه میکنیم تو این مرحله. نمیایم یه حساسیت و ویژگی از همون اوریجینال دیتا گزارش کنیم که میدونیم سامپلینگ ورییشن هاش لحاظ نشده. پس اون درخت اولیه رو گزارش میکنیم. محققین بعدی هم میتونن از اون درخت استفاده بکنن تو کاراشون، ولی حساسیت و ویژگیش از همون اوریجینال دیتا استفاده نمیشه. یعنی درختی که از اوریجینال دیتا، از ترین دیتای ما ساخته شد، رو خود ترین دیتا اپلای نمیشه حساسیت و ویژگی محاسبه بشه.
از روش بگینگ یا از روش رندوم فورست استفاده میکنیم، حساسیت ویژگی که از این دوتا منطق به دست میاد رو به عنوان حساسیت و ویژگی مدلمون گزارش میکنیم، چون این در واقع شانس ما رو افزایش میده که دیگران هم وقتی درخت ما رو دادشون تست بکنن حساسیت ویژگی که ما از طریق رندوم فورست به دست آوردیم رو مشاهده بکنن. خب چند تا نکته دیگه وجود داره تو بحث مدل‌های درختی که ما وارد بحثشون نمیشیم. یک بحث اینه که ممکنه ما بخوایم وقتی داده های یک نود رو میشکنیم به بیش از 2 نود اینا شکسته بشن. ما همه صحبتمون این بود که بر اساس هر متغیر افراد به 2 دسته تقسیم بشن. حالا ممکنه ما مثلا بخوایم اینا به بیش از 2 دسته تقسیم بشن، به 3 دسته تقسیم بشن. روش‌های دیگه مثل روش چید وجود داره که تو نرم افزار SPSS هم یافت میشه، میتونه این کارو بکنه ولی ما واردش نمیشیم. نکته دیگه اینه که ما میتونیم وقتی در واقع قرار شاخص عملکرد مدل مثل حساسیت و ویژگی رو تعیین کنیم، میتونیم به فالس پوزیتیو و فالس نگاتیو، مثبت کاذب و منفی کاذبمون وزن بدیم. ما به شکل کلاسیک وقتی میخوایم حساسیت و ویژگی رو حساب بکنیم، خب یه جدول 2x2 میکشیم، واقعا کی بیماره کی نیست و پیش بینیمون رو در برابر هم رسم میکنیم، حساسیت ویژگی تعیین میشه. حالا ممکنه یه موقع شما بگین آقا ما یک فالس پوزیتیو 3 برابر برامون مهمتر از یه فالس نگاتیو یا بالعکس. خب میشه اینا رو تو اون نحوه پروتکل محاسبات حساسیت و ویژگی و در واقع هزینه ای که به درخت ما تحمیل میکنه و این رول هایی که باید بر این اساس مودیفای بشن مداخله داد. اینا خیلی ما وارد بحثشون نمیشیم، یه کمی در واقع تکنیکال تر هستن. خب اینجا صحبت ما در مورد مدل های درختی تموم شد. امیدوار هستیم که این در واقع سشن مورد علاقه شما قرار گرفته باشه. ما در واقع در یه جلسه دیگه هم نحوه انجام این کار رو با نرم افزار SPSS توضیح میدیم. خب حالا برای اینکه با اجرای نرم افزاری این مدل ها تو نرم افزار SPSS هم آشنا شیم، یه مثال رو با هم شروع میکنیم. دیتایی که تو این مثال استفاده شده تو خود سمپل دیتا های نرم افزار SPSS قابل دستیابیه. شما اگه توی در واقع فولدری که نرم افزار SPSS نصب شده وارد شین و توی قسمت سمپلز وارد شین، یه دیتا ست وجود داره به اسم تری کردیت. این دیتا ست رو اگه باز بکنین چندین ستون اینجا میبینین. ستون کردیت ریتینگ رو مشاهده میکنین که کد 0 و 1 داره. من نمایش بدم. در واقع نشون دهنده این بوده که آیا فردی که از بانکی وام گرفته وام خودش رو تصفیه کرده یا نه. با کد 0 و 1. 0 یعنی طرف وام خودش رو پس نداده، 1 یعنی پس داده. پس 0 یعنی طرف بد حسابه، مشتری خوبی نیست، 1 یعنی خوش حسابه. یه سری متغیر مستقل داریم. سن فرد به شکل کمی، درآمد فرد به شکل کد 1 و 2 و 3 شما می‌بینید نشون دهنده سطح درآمد کم، متوسط و بالا بوده. کردیت کارت، تعداد کردیت کارت هایی که فرد داشته. سطح تحصیلات که باز به شکل یه متغیر کاتگوریکال وارد شده و کار لون، اینکه آیا وام ماشین هم طرف داشته یا نه با کد 1 و 2. هدف ما اینه که مدلی بسازیم تا بر اساس اون پیش بینی بکنیم چه مشتریای خوش حسابن چه مشتریای بد حساب. اگه بانک بتونه بر اساس متغیرهای مستقلی که اینجا ما اسم آوردیم، سن، درآمد، اینکه فرد چند تا کردیت کارت داره، سطح تحصیلاتش و اینکه وام ماشین داره یا نه، بتونه پیش بینی بکنه که آیا این شخص خوش حسابی خواهد شد در آینده، آیا وام خودش رو پس خواهد داد یا نه، میتونه تصمیم بهتری بگیره برای اینکه بهش وام بده یا نه. خب پس صورت مسئله روشن هست. میایم تو قسمت آنالیز، تو قسمت کلاسیفای، تو گزینه تری. از این گزینه وارد میشیم، این پیغام رو اوکی میکنیم و وارد صفحه اصلی میشیم. متغیر کردیت ریتینگ که متغیر دیپندنت بود رو به عنوان که ما به عنوان متغیر دیپندنت در نظر گرفته بودیم اینجا توی باکس دیپندنت وریبل وارد میکنیم. زیرش گزینه کاتگوری فعال میشه. تو باکس کاتگوری
میگه کدوم کتگوری تارگت شما هست. ما بد رو کلیک میکنیم. دقت کنین از اول خود این سطوح 0 و 1 برای نرم افزار به عنوان لیبلش تعریف شده. 0 به معنی بد تعریف شده و 1 به معنی خوب. این باید از قبل اینجا تعریف شده باشه که اونجا هم شما به اسم بد و بود بتونین ببینینش. من اگه اینجا بیام وارد شم، دوباره نمایش میدیم، میایم توی قسمت آنالیز، کلاسیفای تری، متغیر وابسته رو انتخاب میکنیم، بهش هم میگیم برای ما پیش بینی سطح بد خوب هست. کانتینیو میکنیم. بقیه متغیرها همه رو به عنوان متغیر مستقل وارد میکنیم. متدمون رو هم از اینجا کارت انتخاب میکنیم. فعلا ما روی متد کارت داریم کار میکنیم. خب پس گزینه‌های اولیه‌مون رو انتخاب کردیم. توی قسمت کرایتریا وارد میشیم. همونطور که خدمتتون تو بحث تئوری گفتیم، ما باید یه پیش‌فرض‌هایی رو رعایت کنیم. حداقل حجم نمونه‌ای که تو هر نود نیاز داریم تا برای اینکه اجازه بدیم مجدداً شکسته بشه به 2 نود کوچکتر چقدره. گفتیم به نود بزرگتر، نود اصلی میگیم پرنت، به اون در واقع دو تا اسپلیتی که ازش منشعب بشه میگیم چایلد. دیفالت نرم افزار 150. اینجا چون حجم نمونه ما تو این دیتا ست زیاده، من اینا رو به 400 و 200 تغییر میدم. یه نکته دیگر هم دقت بکنید، اینجا میگه برای مدل کارت نرم افزار به شکل دیفالت تا 5 سطح کار اسپلیتینگ رو انجام میده. یعنی اول که همه تو ترمینال اصلی هستن، توی نود اصلی هستن، یه بار میشکونه به 2 شاخه و همینجوری این فرآیند تا 5 مرحله ادامه پیدا میکنه. من اینجا تغییرش میدم به 3 و حالا بعداً توی آنالیزه تکمیلی که بعد با هم میبینیم در واقع تأثیر تغییر این پارامترها رو مدل نهایی چه اندازه هست. فعلا اینو هم پس به این شکل ما تغییر دادیم. اینجا رو کانتینیو میکنیم. تو قسمت کرایتریا بود این تغییراتی که تا الان ایجاد کردیم. تو قسمت آوتپوت رو یه نگاهی بکنیم. تو قسمت آوتپوت هم این گزینه تری این تیبل فرمت رو ما کلیک میکنیم. این باعث میشه هم مدل درختیمون به شکل یک درخت نمایش داده بشه، هم در واقع همون قوانینی که به شکل درخت نمایش داده میشه در یک جدول هم پرینت بشه برامون. و توی قسمت استاتیستیکس هم گزینه توی قسمت پلات هم گزینه گین رو کلیک میکنیم. حالا بعداً رو تو نمودار و تو آوتپوت ها میگیم که این گزینه گین کاربردش چی هست. خب من فعلا کانتینیو میکنم، وارد گزینه‌های دیگه نمیشیم، البته تو مثال بعدی رو اونم یه مقدار کار میکنیم. آوتپوت رو از نرم افزار میگیریم. خب این درخت اصلی ما هست. اگه نگاه بکنین حجم نمونه اولیه ما 2464 نفر بوده. از این 2464 نفر تقریباً 41% افرادی بودن بد حساب و 59% افرادی بودن خوش حساب. تو هر کدام از این خونه ها وقتی افراد به 2 سطح تقسیم میشن، یکی از اون سطح ها یعنی سطح خوب یا سطح بد با رنگ خاکستری نمایش داده میشه. این پیش بینی مدل برای آدمای اون نود هست و بر اساس 50% تصمیم گیری شده. یعنی اگه افرادی که حالا تو این مثال بهتون میگم چطوریه. خب اینجا این اولین متغیری که تأثیرگذار بوده تو تعیین خوش حسابی یا بد حسابی آدم‌ها سطح درآمدشون بوده به شکل کمتر مساوی لو در برابر بیشتر از لو. 553 نفر داشتیم که درآمد کم داشتن. از این افراد 454 تاشون آدمای بد سابقه بودن، یعنی حدوداً 82% این افراد بد سابقه بودن. ولی آدمایی که درآمدشون از سطح کم از سطح پایین بیشتر بوده، تو گروه متوسط و های بودن، 1911 نفر هستن. این 1911 نفر همونطوری که می‌بینین 70%شون آدمای خوش حساب بودن. خب نود سمت چپ ما دیگه نشکسته، یعنی گروه کم حساب دیگه ادامه پیدا نکرده انشاء آباد، چون ما
در واقع گفته بودیم ترمینال نود حداقل گفته بودیم نود مادر باید حداقل حجم نمونه 400 داشته و پرنت هایی هم که میشکنه حداقل 200. خب این در واقع نمیتونسته این قسمت رو ادامه بده. این نود شماره 1 هست، پس نود شماره 1 ما استاپ شد. این نود شماره 2 ما هست. نود شماره 2 ما کماکان امکان این که به ساب گروپ های بیشتری بشکنه وجود داره. خب متغیری که برای افراد با درآمد متوسط و بالا اهمیت داشته تعداد کردیت کارت هاشونه. آیا این افراد بیش از 5 کردیت کارت دارن یا کمتر از کردیت کارت دارن؟ همونطور که میبینین افرادی که کمتر از 5 تا کردیت کارت داشتن 1199 نفر بودن که این افراد 58% خوش سابقه بودن. ولی دوباره خود این نود شماره 3 ما هست. خود افرادی که نود شماره 3 رو تشکیل داده بودن به دو تا نود کوچکتر بر اساس مجددا سطح درآمد شکسته شده که آیا کمتر از میدیوم هست یا بیشتر از میدیوم. پس اگه از بالا بخوایم با هم شروع کنیم، افرادی که درآمد متوسط یا بالا دارند و تعداد کردیت کارت آنها از 5 تا بیشتره، حالا اگه سطح درآمدشون متوسط باشه اینا 57%شون آدمای بد حسابن. دقت بکنید اینجا ما گفتیم متوسط یا بالا، اینجا گفتیم متوسط، پس دیگه الان میشه متوسط دیگه. پس افراد با درآمد متوسطی که کردیت کارت 5 تا به بیشتر دارن اکثرا بد حساب میشن. 57%شون بد حسابن. ولی افرادی که سطح درآمد های دارن، حتی اگه 5 تا کردیت کارت بیشتر داشته باشن، اکثرشون خوش حسابن، مجددا 82%. خب پس دوباره بر اساس شماره نوتا اگه بریم، این 1 هست، این 2 هست، این 3 هست، این 4، 3 که خودش به نود 5 و 6 شکست، اینم نود 7 و 8 که حالا در موردش صحبت میکنیم. اینجا گفتیم افرادی که درآمد متوسط به بالا دارن اگر تعداد کردیت کارتی که دارن از 5 تا کمتر باشه، حالا باید سنشون رو نگاه بکنیم. اگه سن اینا زیر 30 سال باشه 81%شون خوش حسابن. اگه سنشون بالای 30 سال باشه 95%شون خوش حسابن. خب این عملا معنیش اینه که پس من اصلا به این قسمت پایینی نمودار نیازی ندارم، چون بر اساس سن و کاتاف سی دو تا پیش بینی که توی اسپلیت ها داره اتفاق میفته هر دو تو سطح خوب قرار میگیره، تو سطح مشتری خوش حساب قرار میگیره. پس من خیلی راحت میتونم این درخت رو از اینجا پرون کنم. پس در نهایت 3 متغیر اصلی که تو تعیین خوش حسابی فرد تاثیرگذار هستن، یا حتی 2 متغیر چون ایج که اینجا واقعا اهمیتی نداره، میشه سطح درآمد فرد و تعداد کردیت کارتی که فرد داشته. خب یه نکته دیگه هم دقت بکنین، زیر در واقع این اعداد توی هر اسپلیت یه سری عدد میبینیم دیگه. یه عدد توتال میبینیم. این عدد توتال نشون دهنده کل افرادیه که تو اون اسپلیت قرار گرفتن و بالا میبینیم که چند تاش تو گروه خوش حساب و چند تاش تو گروه بد حساب قرار گرفته. یه سری هم درصد میبینیم. الان مثلا تو نود شماره 1 مون کل آدما 553 تا بودن، 454 تاشون خوش حسابن. این عدد 82% شده 454 تقسیم بر 553 یا 18% خوش حسابن. این در واقع از تقسیم 99 بر 553 به دست اومده. خود عدد 22.4% که روبروی اون 553 تو قسمت توتال نوشته، سهم این نود از حجم نمونه کله، یعنی 553 تقسیم بر 2464 شده 22%. 22% نمونه ها نود شماره 1 رو تشکیل میدن و پیش بینی ما برای نود شماره 1 اینه که این افراد بد حسابی هستن. خب جدول بعدی که می‌خوایم با هم در موردش صحبت بکنیم، بالای این جدول نوشته تری تیبل. تو این قسمت تری تیبل همون اطلاعاتی که توی جدول بالا وجود داشت خلاصه شده. نود شماره 0، نود شماره 1، همینجوری تا نود شماره 8 و در واقع تو هر نود
تعداد فردی که تو گروه بد و تو گروه خوب و تو توتال قرار داره رو نوشته. مثلا اینجا اگه دقت بکنید تو نود شماره 0 ما کلا 2464 نفر بود که 10020 نفرش خوش حساب و 1444 نفرش بد حساب بودن. خب همین اطلاعات وجود داره. 1020 1444 2464 و در واقع ترتیب اسپلیت ها هم تو این ستون آخر نمایش داده شده. یه نمودار دیگه میبینیم بالاش نوشته gains for nodes. تو این نمودار یه قسمت نود میبینیم که در واقع خودش به دو تا ستون شکسته. یکی n هست، یکی پرسنته. خب الان تو نود شماره 1 نوشته 553 22.4%. اگه برگردیم مدل درختمون رو نگاه بکنیم، این در واقع پس حجم نمونه نود شماره 1 و سهم این نود از کل دیتا رو نشون میده. 553 نفر تو نود شماره 1 ما قرار داشتن که اینا 22.4% کل دیتا رو تشکیل میدادن. خب نگاه کنید نود 1، نود 2، نود 3، نود 4، نود 5. تو نود 5 744 نفر داریم که اینا 30% کل دیتا رو تشکیل میدن. خب اینجا هم همین رو نوشته نود شماره 5 744 نفر که اینا 30% کل دیتا رو تشکیل میدن. پس تو قسمت نود دو تا ستون میبینیم نشون میده تو هر کدام از ترمینال نودها، یعنی نودهای نهایی که دیگه شکسته نشدن، چه تعداد نمونه قرار داره و این نمونه ها چه سهمی از کل دیتا رو در واقع به خودشون اختصاص دادن. بعدش یه ستون گین میبینیم اینجا هم به شکل n و درصده. اولا این nی که اینجا وجود داره تعداد افراد بد حساب هر نود هست. الان اگه نود شماره 1 رو دوباره نگاه بکنین، تو این نود شماره 1 454 تا آدم بد حساب بوده. اینجا نوشته 454. نود شماره 5 رو اگه نگاه بکنین 422 تا آدم بد حساب داشته. اینجا نوشته 422. پس تو ستون گین، تو ستون انش تعداد افراد بد حساب هر نود رو نوشته. یه درصد هم حساب کرده. برای محاسبه درصد مربوط در هر گروه تعداد افراد بد حساب همون گروه تقسیم بر کل افراد بد حساب شده. دقت بکنین ما کل افراد بد حسابمون از خود درخت اگه نگاه بکنیم کل افراد بد حسابمون 1020 نفر بوده. یعنی اینجا نرم افزار اومده 454 رو تقسیم بر 1020 کرده شده 44%. 44.5% و همین روال رو ادامه داده. پس یه بار دیگه تا اینجا رو با هم مرور بکنیم. تو قسمت نود به ما حجم نمونه نهایی تو ترمینال نودها و اینکه چه درصدی از کل داده رو پوشش میدن میگه. تو قسمت گین به ما درصد افراد بد حساب هر نود و اینکه این آدمای بد حساب چند درصد کل آدمای بد حساب هستن رو میگه. به فرض تو نود شماره 8 ما 25 تا آدم بد حساب قرار داشته. این 25 تا چند درصد کل آدمای بد حساب بودن؟ 25 تقسیم بر 1020 شده 2.5%. یه ستون داریم نوشته ریسپانس بالاش. ستون ریسپانس درصد افراد بد حساب در هر گره رو حساب میکنه. درصد افراد بد حساب هر گره. الان گره شماره 1 رو نگاه بکنیم، درصد افراد بد حسابش 82.1%. خب اینجا می نویسه 82.1%. گره شماره 5 رو نگاه بکنیم، درصد افراد بد حسابش 56.7%. خب اینجا می نویسه 56.7% الی آخر. نود شماره 8 ما که در واقع این نود هست، درصد افراد بد حسابش 4.9%. خب اینجا نوشت 4.9%. پس تو ستونی که نوشته ریسپانس میاد حساب میکنه تو هر کدوم از نودهای ما، تو هر کدوم از گره های ما چند درصد افراد بد حساب بودن. یه ستون هم میبینیم نوشته ایندکس بالاش.
تو این ستون ایندکس اومده ستون ریسپانس رو تقسیم بر درصد افراد بدحساب تو کل داده ما کرده. دوباره بیام نگاه بکنیم. تو کل داده ما 41.4% افراد بدحساب بودن. خب پس اینجا تو محاسبه ستون ایندکس اعدادی که تو ستون ریسپانس قرار داشتن تقسیم بر 41.4% شدن. 41.4% از کجا اومد؟ درصد افرادی که تو دیتای ما بدحساب بودن. اینا رو به عنوان مخرج کسر گرفته، بعد ریسپانس رو بر اون عدد تقسیم کرده تا این ستون ایندکس محاسبه بشه. یه سری شاخص توصیفی هستن که برای عملکرد مدل، برای نشون دادن نمایش عملکرد مدل از اون استفاده میکنه. حالا این نمودار رو نگاه بکنید، نمودار گین. برای رسم این نمودار ببینیم چه اتفاقی افتاده. اولا ظاهرش مثل نمودارهای راکرو هست که احتمالاً از قبل باهاش آشنایی دارین. برای رسم این نمودار از درصد تجمعی ستون گره برای محور X و از درصد تجمعی ستون گین به عنوان محور Y استفاده شده. خب گین رو نگاه بکنین. پس از درصد تجمعی ستونهای گره و ستون گین. خب اینجا رو بیایم نگاه بکنیم. گره شماره 1 ما حدوداً 22% داده ها رو پوشش میداد و ما تا اینجا گین 44% داشتیم. یعنی تقریبا اینجاها رو اگه رو محور نمایش بدیم 22 به 44 تقریبا معادل این نقطه میشه. تجمعی اگه بریم جلو، گره 1 و 5 رو همدیگه حدوداً 50% داده ها رو پوشش میدن و به شکل تجمعی، و گین تجمعی ما اینجا حدوداً به 85% میرسه. اینجا اگه این 22% و 30% رو هم گفتیم 50%. من اگه حدوداً این 50% رو بیارم بالا، از اینجا هم این گین تجمعیش حدوداً 85% رو این نقطه نمایش داده شده و الی آخر. درخت خوبی ترقی میشه که در واقع این شکل منحنی که ما میبینیم خیلی سریع بیاد به خودش رو به 100% برسونه و از اون بعد فلت بشه. یعنی مساحتی که تو این قسمت از منحنی ایجاد میکنه مساحت زیادی بشه و درخت نامطلوب تلقی میشه که در واقع منحنی که به ما میده خیلی چسبیده به این رفرنس لاین ما باشه. اگه منحنی که میبینیم به رفرنس لاینمون نزدیک شد، یعنی درختمون درخت مطلوبی نبوده. اگه خیلی سریع خودش رو به 100 رسوند و بعدش فلت شد، ادامه پیدا کرد، یه شکلی شبیه این چیزی که من با موس دارم نمایش میدم، یعنی این درخت مطلوبی تلقی میشده. خب تو ادامه ما در واقع حساسیت و ویژگی مدل رو میبینیم که مفهومش رو مطمئنا از قبل میدونین. توی ردیف ها واقعیت رو میبینیم و توی ستون ها پیش بینی که توسط درخت انجام شده. همونطور که میبینین از کل افرادی که واقعاً بدحساب بودن، درخت ما 876 نفرش رو تو گروه صحیح پیش بینی کرده، 144 نفرش رو تو گروه اشتباه. خب اگه ما 876 رو تقسیم بر جمع این دو عدد بکنیم به حدوداً عدد 86% میرسیم که نشون دهنده حساسیت مدل ما هست. همچنین از کل افرادی که خوش حساب بودن، مدل درختی ما تونسته 1023 نفرشون رو درست تشخیص بده، توی در واقع سطح صحیح پیش بینی کنه براشون. اگه ما 1023 رو تقسیم بر جمع 1023 و 421 بکنیم به عدد 70.8% میرسیم که نشون دهنده ویژگی مدله. این عدد 77.1% هم اوورال اکیوریسی مدل هست، صحت کلی مدل. یعنی در کل چند درصد آدما تو سطح صحیح قرار گرفتن. 876 نفر اینجا پیش بینی صحیح براشون اتفاق افتاده، 1023 نفر هم اینجا. این دو تا عدد با هم جمع شدن تقسیم بر کل حجم نمونه، کل در واقع 4 عدد به حدود 77% میرسه. پس حساسیت مدل درختی ما 86%، ویژگیش 70% و اوورال اکیوریسی این درخت 77% هست. یه جدول هم اینجا میبینیم که نوشته ریسک و عددش
22.9% حدوداً 23%. ریسک 1 منهای اوورال اکیوریسیه. پس ریسک در واقع نشون دهنده میس کلاسیفیکیشن ریته. چند درصد افراد تو گروه اشتباه قرار گرفتن. ما گفتیم 77% گروهشون صحیح هست. خب پس حدوداً 23% افراد هم توی سطح اشتباه پیش بینی شدن، نشون دهنده میس کلاسیفیکیشن ریت ما هست. خب چطوری این جدول کلاسیفیکیشن محاسبه شده؟ از همینجا خدمتتون گفتیم افرادی که کمتر از درآمدشون کمتر از لو باشه پیش بینی ما براشون بده. خب نرم افزار برای همه این آدما پیش بینی میکنه بد، الی آخر پیش بینی برای همه افراد حساب میشه و این تیبل محاسباتش انجام میشه. خب حالا اینجا دقت بکنین، ما مدلمون میتونه 86% آدمای بد حساب رو پیش بینی کنه. این معنیش اینه کماکان 14% آدمایی که بد حساب هستن از زیر دست ما در میرن. مدل ما نمیتونه اونها رو خوب پیدا بکنه. حالا محققین از ما میخوان که ما یه کاری بکنیم که حساسیت مدل ما بره بالاتر. یعنی براشون این که ما آدمای بد حساب رو از دست ندیم خیلی مهمتر میشه تا اینکه بتونیم آدمای خوش حساب رو خوب پیداش بکنیم. خب پس ما اینجا باید پای سود و زیان رو وسط بکشیم. معنی این سوال اینه که تشخیص آدم بد حساب برای ما از تشخیص آدم خوش حساب خیلی بیشتره. پس ما برمیگردیم و یه سری در واقع تغییرات و تنظیمات دیگر رو تو نرم افزار با هم شروع میکنیم دیدن. من کافیه که بیام تو گزینه اپشن و از توی گزینه اپشن وارد قسمت میس کلاسیفیکیشن کاست بشم و اینو خودم کاستومایزش بکنم. دیفالت نرم افزار میگه اگه واقعا کسی بد حسابه ولی شما خوش حساب پیش بینیش میکنین به اندازه 1 واحد جریمه میشین. اگه کسی هم خوش حساب باشه شما اینو بد حساب پیش بینی بکنین بازم به اندازه 1 واحد جریمه میشین. حالا من با توجه به درخواستی که بانک از من داشته اینو عوض میکنم. یعنی به نرم افزار گفتم اگه قرار باشه آدمی واقعا بد حساب باشه و من خوش حساب پیش بینیش بکنم، این برای من 5 برابر بدتر از اینه که یه آدمی که واقعا خوش حسابه رو بد حساب تلقی کنم. کاست یا هزینه طبقه بندی یک فرد بد حساب در گروه خوش حساب بردم بالا، 5 برابر کردم نسبت به هزینه این که یک فردی که خوش حساب هست و اشتباه هم بد حساب تشخیص بدیم. خب حالا ببینیم این چه تأثیری توی کل کار داره. ما دیگه با گزینه دیگه کار نداریم، کافیه همینو کانتینیو و اوکی بکنیم. خب این تغییری که ما ایجاد میکنیم توی رسم درخت نهاییمون هیچ تأثیری نداره. درخت ما تغییر نمیکنه، شکلش و ظاهرش هیچ تغییری نمیکنه، ولی پیش بینیش توی بعضی از سطوح عوض میشه. حالا توضیح میدیم چه شکلی. دقت کنین قبلا کاست 1:1 بود. وقتی کاست 1:1 بود یعنی اگه من فکر کنم که کل کاست 2 واحد هست، یه واحدش به تشخیص خوش حساب بد حساب اختصاص پیدا کرده بود و یه واحدش بالعکس. پس نرم افزار هم بر اساس اینکه آیا 50% افراد، بیش از 50% افراد تو کدوم گروه قرار میگیرن اون پیش بینی رو انجام میداد، یعنی اون سطح رو خاکستری میکرد. الان چه اتفاقی افتاده؟ الان ما هزینه رو 5:1 کردیم، یعنی کل کاست ما اگه 6 واحد باشه 5 واحدش برای میس کلاسیفیکیشن اشتباه فرد بد حساب به خوش حساب تلقی شده. خب پس الان دیگه مبنای پیش بینی نرم افزار 50% نیست. کل کاست 6 واحده، الان 1/6 این یعنی 17% ملاک پیش بینیش خواهد بود. خب برای اینکه روشن بشه با هم یه مرور بکنیم. درخت قبلی رو ببینیم. تو درخت قبلی که 1:1 بود، تو نود شماره 1 2 3 4 5 6 7 تو نود شماره 7 نگاه بکنین، مال درخت اولمونه. تو نود شماره 7مون حدوداً 19% افراد بد حساب بودن.
81% خوش حساب بودن. طبیعتا نرم افزار پیش بینی که برای این نود انجام داد خوش حسابی بود، چون بیش از 50% افراد اینجا خوش حساب هستن. حالا که کاستو عوض کردیم چه اتفاقی افتاد؟ پیش بینی نرم افزار برای همون نود بد حسابیه، چون بیش از 1/6 افراد بد حسابن. اینجا 1/6 تقریبا میشه 17%، اینجا بیش از 17% افراد بد حساب هستن. پس پیش بینی که اینجا نرم افزار انجام میده بد حسابیه. تو بقیه نودام هم این اتفاق میفته. یه نود دیگر رو با هم مرور میکنیم. 1 2 3 4 5 6. نود شماره 6 رو نگاه بکنین. تو درخت اولمون برای نود شماره 6 مون دوباره پیش بینیمون خوش حسابی بوده دیگه، چون 82% افراد آدمای خوش حسابی بودن. ولی الان چی؟ تو همین نود پیش بینی ما میشه بد حساب، چون دیگه الان ملاک ما عدد 17%، اون عدد 1/6 هست. بیش از 1/6 افراد تو طبقه بد قرار گرفته بودن. پس با تغییر کاست ها ظاهر درخت ما هیچ تغییری نمیکنه، ولی پیش بینی هایی که توی شاخه ها اتفاق میفته متفاوت میشه. من اگه برگردم و جدول کلاسیفیکیشن رو باز نگاه بکنم، میبینم که حالا این دفعه حساسیت مدل حدوداً به 97.5% رسیده. پس الان مدل حدوداً 98% آدمای بد حسابش رو قادر هست تشخیص بده. طبیعتاً روی ویژگی تاثیر گذاشته، ویژگی مدل کاهش پیدا کرده، به حدود 33% رسیده و روی اوورال اکوریسی مدل هم تاثیرگذار بوده. الان حدوداً اوورال اکوریسی مدل ما 60%. ولی خب ما خودمون اینجوری خواستیم، ما خواستیم که حساسیتمون رو خیلی بیشتر کنیم. یه نکته دیگه اینجا باید دقت بشه. تو اسلاید قبلی ما گفتیم 1 منهای اوورال اکوریسی میشه ریسک. دقت باید دیگه من بیارم اوتپوت رو. اینجا اوورال اکوریسی 77% بود، 1 منهای 77% میشد 23%. وقتی که کاست ها رو تغییر میدیم فرمول یک کمی پیچیده تر میشه. اگه دقت بکنید اینجا اوورال اکوریسی ما حدوداً 60%، ولی ریسک ما 44%. یه کمی اون توابع سود و زیانی که ما تغییر میدیم تو محاسبات ریسک دخالت داره و اینجا فرمولش دقیقاً با اون فرمول یکی نیست. خب یه نکته دیگر رو هم ما تو این مدل های درختی باید با هم مرور بکنیم، اونم بحث ولید کردن نتایج هست. تو این کار برای اینکه هی گزینه ها با هم قاطی نشن و ما ساده تر داستان رو ببینیم، دوباره این هزینه رو ما به شکل یکی یک تغییر میدیم و در عوض وارد باکس ولیدیشن میشیم. میخوایم ببینیم اینجا چه اتفاقی میفته. خب تو قسمت ولیدیشن ما دو تا گزینه داریم. دیفالت که نان هست، یعنی در واقع اصلا ما دنبال ولید کردن نتایج نیستیم و از کل 100% دیتامون تو ساخت مدل استفاده میکنیم. دو تا گزینه اینجا داریم، یکی کراس ولیدیشن هست، یکی سامپل اسپلیت ولیدیشن. اگه من گزینه سامپل اسپلیت ولیدیشن رو انتخاب بکنم، به شکل دیفالت میگه 50% داده ها به عنوان داده های ترین انتخاب بشه و 50% هم به عنوان داده های تست. خب کانتینیو بکنیم و اوکی ببینیم چه اتفاقی میفته. خب ببینید یه درخت میبینیم که بالاش نوشته ترین سامپل، حجم نمونه هم 1228 دیگه اون 2000 خورده ای نیست. پس نرم افزار حدوداً 1228 نفر رو به تصادف انتخاب کرده، اینا رو به عنوان سامپل ترینش گرفته و مدل درختیش رو روش ساخته و دیگه وارد جزئیات تفسیرش نمیشیم چون از بالا خدمتتون گفتیم. زیرش یه درخت دیگه میبینین نوشته تست سامپل، ولی اگه نگاه بکنین ظاهر دو تا درخت یکی هست. اینجا اول اینکام لول، بعد کردیت کارت، بعد ایج. اینجا هم اینکام لول، کردیت کارت و ایج. کات ها هم هیچ تغییری نکرده دیگه، کات هایی که برای متغیرها استفاده شده. خب نباید هم تغییر بکنه. ما رو ترین ستمون یه درخت ساختیم، بعد قرار نیست رو تست ستمون یه درخت دیگه بسازیم. اگه قرار بود یه درخت دیگه بسازیم متغیرها و کات‌های متفاوتی دیده می‌شدن. کاری که نرم افزار کرده اینه که از ترین ست استفاده کرده، یه درخت ساخته، بعد همین درختی رو که ساخته یعنی همون رول ها رو به ترین ستش به تست ستش تحمیل کرده. به فرض اگه اینجا گفته اینکام لول زیر اینکام لول لو
نود شماره 1 منو تشکیل میده و بیشتر از نود شماره 2 رفته رو تست ست همین رول رو پیاده کرده، این آدما رو اسمش گذاشته نود 1، این آدما رو اسمش گذاشته نود 2 و در واقع به همین شکل کار رو ادامه داده. اتفاقی که میفته اینه که ما تو بقیه در واقع اوتپوت هامون تفاوت رو میبینیم. الان به عنوان مثال این در واقع قسمت حساسیت و ویژگی رو من خدمتتون نمایش بدم. نگاه بکنین تو قسمت ترین ست ما اوورال ریسک 20%، یعنی رولی رو که ما استفاده کردیم 20% آدما رو تو گروه اشتباه پیش بینی میکنه. حالا اگه همون رول رو ما توی تست ست اعمال بکنیم 24% آدما رو تو گروه اشتباه دسته‌بندی میکنه. این همون بحث اوور اپتیمایزیشنی هست که از قبل هم خدمتتون مطرح شد. یا اگه تو جدول زیر نگاه بکنیم رول ما توی ترین ست حساسیت 76% به ما توی ترین ست حساسیت 76% میده، ولی توی تست ست حساسیت 74%. عددی که بهتره تو مقاله گزارش بشه این 74% هست. این هست که محتمل تر از تو داده های دیگه دیده بشه. یا ویژگی ما توی ترین ست 82% در حالی که توی تست ست به حدود 77% میرسه، حدوداً 5% افت میکنه. بهتره که این شاخصه پرفورمنس توی مقاله گزارش بشن، نه شاخصه پرفورمنسی که از خود داده ترین ست به دست اومده. اگه گزینه کراس ولیدیشن رو انتخاب میکردیم چی میشد؟ اگه ما گزینه کراس ولیدیشن رو انتخاب بکنیم دیفالت نرم افزار 10 فولد کراس ولیدیشنه، به این معنی که میاد 10% اول داده رو میذاره کنار، رو 90% باقی مونده درخت میسازه، از این درختی که به دست اومد تو پیش بینی وضعیت 10% اول استفاده میکنه. بعد میاد 10% اول رو که دور ریخته بود برمیگردونه، 10% دوم رو این دفعه میندازه دور. رو این 90% درخت رو میسازه، از رولش برای پیش بینی همون 10% که خارج از ساخت درخت بودن استفاده میکنه و به همین ترتیب کار رو ادامه میده. یه بار دیگه بگم، ما کل دیتامون از 0 تا 100% دیگه، کل دیتای ما یعنی 100%. 10% اول رو میذاریم کنار، رو 90% باقی مونده درخت میسازیم، رو 10% اولی که کنار بود تست میکنیم ببینیم پردیکتد کاتگوریشون چیه. دفعه دوم میایم 10% دوم داده رو میریزیم دور، در عوض 10% اول رو برمیگردونیم. باز دیتای اکتیو ما 90%، رو این 90% میسازیم، رو همین 10% دومی که خارج از گود بود پردیکتد کاتگوری رو محاسبه میکنیم، به همین شکل میریم جلو. خب اگه ما این آنالیز رو انجام بدیم یک درخت میبینیم که این درخت همون درخت اوریجینال ما هست، از قبل داشتیم، جز همون تمرین اولمون بود و حالا توی قسمت نهاییش شما قسمت کراس ولیدیتد ارور میبینید که این قسمت کراس ولیدیتد ارور ما حدوداً 24%. باز دقت بکنید حساسیت ویژگی که درخت تو این قسمت به ما داده و اوورال اکوریسی منتسب به اوریجینال تریمون هست، یعنی وقتی که 100% دیتا استفاده شده. تو کراس ولیدیشن فقط میاد ریسک رو کراس ولیدیت شدهش رو به ما میده. پس ما به این ترتیب میتونیم در واقع شاخص پرفورمنس درخت رو تصحیح بکنیم. نکته آخری که میخوایم در موردش صحبت بکنیم بحث پرون کردن درخته. باز من برای خلوت شدن این قسمت کراس ولیدیشن رو نان میکنم تا یه ذره خلوت‌تر بشه، وارد قسمت کرایتریا میشم. ببینید ما قبلا تو قسمت کرایتریا اومدیم گفتیم حجم نمونه هامون توی پرنت و چایلد نود 400-200 باشه و بیش از 300 هم درخت ادامه پیدا نکنه. من اگه اینو بکنمش 10 چه اتفاقی میفته؟ با هم ببینیمش. خب یه درخت بزرگتر دارم، البته 420 رو هم باید تغییر میدادم. یه لحظه دوباره من برمیگردم، مثلا اینو هم تبدیلش کنم به 100، اینو هم تبدیلش کنم به 50. خب یه درخت خیلی بزرگتر داریم، ترمینال نودهای نهاییش خیلی بیشتر هست و حالا همینطور که میبینین ما در واقع درختمون رو خیلی بزرگتر کردیم
به حساسیت 80% و ویژگی 80% هم رسیدیم. خب همین انتظارم داشتیم دیگه. درخت وقتی بزرگتر بشه طبیعتاً به دلیل اون اوور اپتیمایزیشنی که اتفاق میفته شاخصه عملکردش یه مقداری بهبود پیدا میکنه. خب حالا من میخوام این درخت رو پرونش کنم. قبلا گفتیم برای پرون کردن 3-4 تا روش داشتیم. یکی همین حجم نمونه توی پرنت و ترمینال نود بود. یکی این بود که ما در واقع چند تا سطح اجازه بدیم درخت ادامه پیدا بکنه. یه گزینه پرون هم اینجا داریم. من اگه تو گزینه پرون بیام و این گزینه پرون رو بزنم، اگه یادتون باشه گفتیم نموداری رو نرم افزار باید رسم بکنه که از اون خاصیت آرنجی استفاده بکنیم برای پرون کردن درخت. خب این گزینه رو اگه اوکی بکنیم، SPSS اون نمودار در واقع آرنجی رو به ما نمیده، نمودار رو برای ما نمیکشه و در واقع این کار رو اتوماتیک تو حافظش انجام میده و در واقع شما میبینید که اینجا به حساسیت بر اساس این رول هایی که ما بهش دادیم، یعنی این که حجم نمونه رو یه بار دیگه من نمایش بدم، حجم نمونه رو 150 تعریف کردیم، بهش گفتیم آقا تا 10 سطح میتونی در واقع درخت رو کار اسپلیتینگ رو انجام بدی، ولی بعد با استفاده از اون قانون آرنجی در واقع مدل رو پرون کن. وقتی این کار رو ما انجام دادیم، خب درختمون نسبت به درخت قبل که پرونش نکرده بودیم کوچیک‌تر شد، رو شاخصه حساسیت ویژگیش هم تاثیرگذار بود. می‌بینین که این دفعه حساسیت رسیده به 61% و ویژگی تقریبا رسیده به 94% و خطای کلی مدل هم حدوداً 20%، 19.5%. خب اصل گزینه‌هایی که تو مدل‌های درختی بود رو ما با هم صحبت کردیم. اصلی ترین چیزی که اینجا متوجه شدیم اینه که انتخاب‌های ما روی ظاهر درخت نهایی که می‌بینیم خیلی تاثیرگذاره. این که ما اجازه بدیم حجم نمونه نهایی توی پرنت نودها و چایلد نودها چقدر باشه خیلی مهمه. اینکه اجازه بدیم تا چند صد درخت بیاد پایین خیلی مهمه. اینکه برای پرون کردن از قانون خود آرنجی استفاده بکنیم یا نه خودمون در واقع حجم نمونه ها رو تو گزینه ها ست کنیم یا ترکیبی از اینها رو استفاده بکنیم رو ظاهر نهایی درخت تاثیر میذاره. اینکه برای ولید کردن دیتامون از روش اسپلیت سامپل بریم یا کراس ولیدیشن، هم آوتپوت های متفاوتی میده، هم در واقع شاخصه عملکرد الزاما یکی نیستن و اینا همش در واقع نشون دهنده اینه که چقدر نتایج مدل های ببخشید یه نکته دیگه، این که ما در واقع اون کاست هامون رو چطوری تعریف کنیم چقدر میتونه اهمیت داشته باشه. و خب اینا همش نشون دهنده اینه که مدل های درختی خیلی وابسته به دیتا هستن و تغییرات کوچیکی که تو دیتا یا تصمیمات ما اتفاق میفته میتونه تاثیر زیادی روی ظاهر درختی که در آخر کار مشاهده میکنیم داشته باشه. در اینجا صحبت ما در مورد کاربرد مدل‌های درختی و نحوه انجامشون با نرم افزار SPSS تموم میشه. 2 تا بحث دیگه هم بود، بحث مدل‌های بگینگ و رندوم فورست که اون گزینه‌ها اصلا تو نرم افزار SPSS وجود نداره، نیاز به استفاده از پکیج‌های تو نرم افزار R داره. موفق باشید.